الحق صوت قد شجاني بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از برنامه تماس مستقیم، برنامه شما عزیزان، و امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی این برنامه رو مفید قرار بده برای همه بینندگان عزیز و گرامی و به ما هم توفیق بده که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. من یک سلامی بنویسم اینجا. دوستان عزیز، همونطوری که میدانید در این برنامه که برنامه شما عزیزان و بزرگواران هست، در خدمت شما خواهیم بود با پاسخ به سوالات شما و عزیزانی که شبهاتی دارن یا مسائلی رو مطرح میکنن. انشالله با هم بحث و گفتگو خواهیم کرد و از عزیزانی که در یوتیوب ما رو دنبال میکنن یا در صفحه فیسبوک شبکه، میتوانند از طریق شماره واتساپی که در صفحه مانوتیر شما زیرنویس شده است، از طریق واتساپ و همچنین به شکل مستقیم میتونید با این شماره تماس بگیرید. انشالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. همچنین دوستان عزیزی که حضور دارن این صفحه رو در صفحات اجتماعی شیر بکنید تا عزیزان دیگری هم از این برنامه ها مستفید بشن. به هر صورت میریم سراغ اولین سوال. بیننده عزیزی نوشتن که قصد ازدواج دارند، با چگونه دختری ازدواج کنند و از نگاه اسلام باید همسر آینده انسان چه صفاتی رو داشته باشه. ببینید، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم وقتی که در مورد ازدواج برای ما بیان میکنه میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. در هیچ جایی از قرآن کریم هدف از ازدواج فرزند آوردن یا ارضای جنسی این مسائل مطرح نشده. هدف نهایی ازدواج، هدف واقعی ازدواج در دین اسلام سکون است، آرامش است. لتسکنوا الیها، تا در کنار او آرام بگیرید، یعنی در کنار همسرتان آرام بگیرید. وقتی که زندگی بر اساس توحید باشه، بر اساس ایمان باشه، بر اساس تقوا و پرهیزگاری باشه، طبیعتاً الله سبحانه و تعالی آرامش نصیب میکنه. وقتی که در یک خانه‌ای در بین زن و شوهری آرامش وجود داشته باشه، طبیعتاً در اونجا مودت، یعنی انتهای عشق و صمیمیت و دوستی و محبت ایجاد می شود. مودت به این معنی است. و وقتی که آرامش باشه، عشق و محبت باشه، مودت باشه، در اونجاست که رحمت الله سبحانه و تعالی نازل می گردد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح می فرمایند که تنکح المرأة لاربع. زن به خاطر 4 چیز مردم نکاح می کنند به همراه یک زن. لمالها، بعضیا به خاطر مال است. دختر یک آدم پولداری رو می بینه، خلاص میگه که دیگه الان همه مشکلات زندگیش حل میشه و میخواد با اون ازدواج بکنه. این یک پیوند مادی است که ازدواجی است که اصل و هدفش مادیات است. لحسبها، بعضیا ببینید که دختر فلان صاحب منصب است، دختر فلان رئیس است، دختر فلان شخصیت است، دختر فلان تاجر است،
از فلان قوم است، از فلان قبیله است. این مسائل رو بعضیا در نظر میگیرن، ازدواج میکنن. ولی جمالها که این رو بیشتر مردم به دنبالش هستن، به خاطر زیبایی، به خاطر زیبایی مردم ازدواج میکنن. یک دختر زیبایی رو که میبینن خواستگاری میکنن. یا همیشه شرط اساسی این است که باید همسر آیندهشون چی باشه؟ زیبا باشه. ولدینها، و به خاطر دین است. این 4 اهداف رئیسی است که عموما مردم به خاطر این اهداف چیکار میکنن؟ ازدواج میکنن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند فاظفر بذات الدین تربت یدک. یعنی اگر بخوایم به فارسی ساده ترجمه بکنیم این جمله رو، چون تربت یدک یک کلمه اصطلاح بسیار زیبای عربی است که با آسانی نمیشه ترجمهش کرد. اگر میخوایی که خوشبخت شوی، میخوایی که سعادتمند شوی، اگر میخوایی که به اصطلاح خوشحال زندگی بکنی، سعادتمند شوی، زندگی خوبی داشته باشی، سعی بکن که زن دیندار بگیری. البته این به معنی نیست که انسان به موارد دیگری که هست توجه نکنه. یعنی بره بگه که والله من میرم یک زن که مثلا زیباییش اصلا مطرح نباشه. بعضی از دیندارا که یا تازه دیندار میشن اینطوری است، میرن دنبال یک همسری میگردن که حتی یکی از دوستان رو دیده بودم که رفته بود مثلا با یک آفریقایی ازدواج کرده بود. خب بعد از مدتی مشکلات ایجاد شده بود در بینشان. بعضیا در اون اوج حماس و تقوا و ایمان دینداری فکر میکنن که فقط دین مهم است. نه، اخلاق مهم هست، جمال مهم هست، زیبایی مهم. همه اینا البته معیار زیبایی در نزد انسان ها فرق میکنه. بعد از مدتی 1 سال 2 سال که میگذره یا 1 ماه 2 ماه 6 ماه که میگذره، بعد مسائل بعدی جلب توجه میکنه، مقایسه میکنه همسرش رو مثلا با زنهای دیگر، بعد پشیمان میشه که ای کاش این کارو میکردم، ای کاش اون کارو میکردم. همه اینها رو باید انسان چیکار بکنه؟ در نظر بگیره در موقع ازدواج کردن. و یکی از مسائل زیبایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث صحیح بیان میکنن، میفرمایند که الدنیا متاع، دنیا یک متاع است. متاع یعنی دارایی است، سرمایه است، یک چیزی که انسان مالکش می باشه. در این دنیا انسان مالک هر چیز باشه اونو میپسنده، ازش خوشش میاد، سعی میکنه که با او زندگیشو آرام سپری بکنه. یکی مثلا به دنبال زمین خریدن، خانه خریدن، تجارت، کارخانه یا هر چیزی دیگه. دنیا همه این چیزایی که در دنیا هست متاع است. و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه، بهترین سرمایه و بهترین دارایی که شما می توانید در دنیا داشته باشید زن صالح است. زنی که صالح باشه، نیکو باشه. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در شرح این مطلب میفرمایند که زن صالحه چی است؟ یک اشتباهی که من در اینجا لازم است خدمت شما عزیزان ذکر بکنم، خیلی از عزیزان دیندار ما به مجرد این که مثلا دیندار میشن یا مستقیم میشن، هدایت یافته میشن، یا که اون جنبه دینی برشان غلبه میکنه، فکر میکنن که زن صالح یعنی زن نمازخوان. مثلا بعضی میگه دنبال یک زنی میگردن که نمازخوان باشه، قرآن حفظ کرده باشه، مدرسه خوانده باشه، درس دینی خوانده باشه. بعضی دیدید یعنی بزرگترین وصفی که دارن این است که زن صالح یعنی زنی که نمازخوان و روزه‌گیر باشه، زنی که حافظ قرآن باشه، مدرسه دینی خوانده باشه. عموما ملاها، دعوتگران، انسان‌های متدین دنبال این چنین زن‌هایی می‌گردن. درست است که زن مسلمان، یک زن مؤمن طبیعتاً باید نمازخوان باشه.
العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة فمن ترک فقد کفر. انسانی که نماز نخوانه که انسان مسلمان نیست، کافر است. کسی که روزه نگیره، کسی که حجاب نکنه، اینها همه شروط اساسی و ارکان دین است. کسی که این اعمال رو انجام نده، این یک صفت عام هست که همه زنهای مسلمان این صفت رو دارن. نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میکنن، حجاب دارن. این صفت مشترک همه زنهای مسلمان است. در اینجا منظور رسول الله صلی الله علیه و سلم از زن صالح، این نکته خیلی مهم است دقت بکنید. زنی که عبادت ها رو به وقتش انجام میده نیست تنها. زنی که عبادت ها رو به وقتش، این صفت مشترک ویژگی همه مسلمان هاست. این تنها به اصطلاح معنی صالح بودن رو نمیده. هر کسی که مسلمان است این صفات رو داره. پس زن صالح چی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن بهترین متاع دنیا زن صالح است؟ شما زن صالح داشته باشی، یعنی به قول یکی از دعوتگران آمریکایی در یک مسئله خیلی جالبی میگفت که good wife good life، یعنی زن خوب زندگی خوب. خب این زن صالح یا این زن خوب چه صفاتی رو داشته باشه که زن صالح میشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که صفاتش رو بیان میکنن در اونجا خبری از نماز و روزه و زکات و حج و حجاب و این مسائل نیست، گرچه گفتم که اینا ویژگی های هر زن مؤمن است. اذا نظر الیها سرته، وقتی که به اون نگاه بکنه خوشحال بشه. چه صفت زیبایی است که وقتی انسان به طرف همسرش نگاه بکنه غم و اندوه و ناراحتی و همه مشکلات زندگیش رو فراموش بکنه. اذا نظر الیها سرته، وقتی به طرفش نگاه بکنه انسان خوشحال بشه. و اذا امرها اطاعته، وقتی که امر بهش میکنه یک چیزی رو، یک درخواستی ازش میکنه اطاعت میکنه. طبعا این اطاعت در غیر معصیت است، یعنی به این معنی نیست که هر چیزی رو که یک مرد خودخواه از همسرش بخواد و باید اطاعت بکنه. نه، اطاعت در اینجا بالمعروف است. اطاعت فی غیر معصیت الله است. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. در جایی که معصیت باشه اطاعت در اونجا نیست. اطاعت فقط در آن چیزی است که مباح باشد، امر الله سبحانه و تعالی باشد یا نهی در آن صورت نگرفته باشد. و اذا غاب عنها حفظته فی نفسها و ماله، و اگر که همسرش دور شد از او، سفر رفت، غیبتی رفت، جایی کار داشت، برای مأموریتی دور شد، دو چیز رو حفظ بکنه، یکی خودش رو، یکی مال همسرش رو، خانهش رو، زندگیش رو، مال و داراییش رو حفظ بکنه و عزت و شرف و ناموس خودش رو حفظ بکنه. ببینید که در این صفاتی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خبری از عبادت هایی نیست که عموما مردم دنبال ظواهر میگردن، نمازخوان باشه و روزگیر باشه و حافظ قرآن باشه و مدرسه دینی خوانده باشه و فلان از این حرفا. این صفت هایی که ذکر میشه این است که وقتی که به طرف همسرش نگاه بکنه، به طرف زنش نگاه بکنه خوشحال بشه، غم و اندوه و مشکلات زندگیش رو فراموش بکنه و اگر در معروف به او امری میکنه اطاعت بکنه همسرش، و اگر که از او غائب میشه، از او دور میشه، عزت و شرف خودش رو هم حفظ بکنه و مال و دارایی همسرش رو هم حفظ بکنه. این صفاتی است که باید به اون توجه کرد و اون رو در نظر داشت که دینداری ویژگی عمومی، اون ویژگی های عمومی که ذکر شده است دینداری است. سعی کنید زن دیندار بگیرید. در بین زن دیندار این سه صفتی که در اینجا ذکر میشه این رو مد نظر بگیرید. رویت شرعی خیلی مهم است. این بعضی از ماها یک نوع غیرت جاهلانه داریم، جایی که باید غیرت داشته باشیم نداریم، جایی که باید نداشته باشیم اونجا غیرت جاهلی داریم، غیرت اسلامی نداریم. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر کسی میخواست با کسی ازدواج بکنه باید رو ببینه. هم زن حق داره که همسر آیندهش رو ببینه
و هم مرد حق داره که همسر آیندهش رو ببینه. این رؤیت شرعی است، این جایز است و این سنت است و این عبادت است. هر چیزی که امر الله و رسول باشه عبادت است. بعضی از پدرها، بعضی از مردهای بعضی از جوامع توی این مسئله انقدر من یک دوستی داشتم دانشگاه اسلامی هم خوانده بود، بحث سر این قضیه شد، گفت والله که حدیث هم باشه قبولش ندارم. این غیرت جاهلی است، غیرت اسلامی نیست. چون فردا کوچکترین مشکلی پیش بیاد، کوچکترین، طبیعتا هیچ خانه از این مسائل خالی نیست، بعد در اونجا میگه که خب من تو رو ندیده بودم، تو رو به من به زور دادن، تو انتخاب پدر و مادرم هستی، انتخاب من نیستی، از این حرفا. به همین دلیل دیدن خیلی مهم هست، رؤیت شرعی، و این از خیلی از مشکلات در آینده بعد از ازدواج جلوگیری میکنه. این سوال عزیزمون که بهش پاسخ دادیم. بیننده عزیزی نوشتن که سلام، وقت بخیر، در نماز جماعت آیا مقتدی هم حمد شریف را میخواند یا نمیخواند؟ در این مورد بارها صحبت کردیم و فکر کنم چند ماه قبل بود که عزیزی سوال کرده بودن و در این مورد مفصل صحبت کردیم. اما بازم تکرار میکنیم که در مسئله خواندن سوره حمد پشت سر امام اختلافی بین فقها در بین مذاهب وجود داره. مالکی و حنبلیا میگن که واجب نیست که پشت سر امام قرائت بشه، واجب نیست، یعنی همون قرائت امام برای مقتدی کافی است، چه در نماز جهری باشه چه در نماز سری باشه. حنفی ها میگن که مطلقاً خواندن سوره حمد پشت سر امام جایز نیست. به خاطر همین شما اگر در کشورهایی مانند عربستان اونجا سفر کرده باشید، وقتی که امام سوره حمد رو میخونه توقف میکنه. اگر این توقف رو شما، همین که امام توقف کرد، شما شروع کنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، میتونید سوره حمد رو کامل بخونید. این توقفی که امام میکنه به خاطر این است که مأموم یا مقتدی‌ها هم سوره حمد رو بخوانن. یک تقریبا شاید در حدود 20-25 ثانیه توقف میکنه. چون اکثرا فقه حنبلی مطرح است و بعضا شافعی، و منتها در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، هند، ترکیه، در اینجا اگر دیده باشه، ازبکستان، تاجیکستان، اینجا همین که امام گفت ولضالین شروع میکنه به دنبالش سوره رو میخوانه، هیچ توقف نمیکنه. چون در مذهب حنفی مطلقاً قرائت کردن پشت سر امام جایز نیست، چه که این نماز سری باشه، یعنی نمازی که مثل ظهر و عصر باشه، چه نمازهای جهری باشه مثل نماز صبح و مغرب و عشا. اما در مذهب مالکی اونها به این عقیده هستن که باید سوره فاتحه رو هم امام که حتما باید بخونه و مقتدی هم باید بخونه، چون دلیلشان حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است، میفرمان لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. نماز کسی که سوره فاتحه رو نمیخوانه قبول نیست. خب الان چیکار باید کرد؟ بعضی از علما قول بسیار زیبایی دارن در این مسئله. بعضیا میگن که بعضیا دیده باشید امام که داره قرائت میکنه قرائت میکنن، در حالی که این خلاف آیه قرآنی است. و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا. اگر قرآن خوانده میشه شما باید گوش بدید، با جان و دل گوش بدید، نباید که خودتون رو با تکرار کردن و با چیز مشغول بکنید. گوش بدید که چه میخوانه. اگر امام سکتگی‌ها یا وقف کرد جایی، ایستاد جایی، یا بین فاتحه و بین سوره که میخوان توقف کرد، مثل که در حرمین شاهد هستید این کارو میکنن، در اونجا بخوانید. این در نمازهای جهری است. و اگر که فرصتی نشد و نخواندید، چون امام خوانده است و شما شنیده هستید، خلاص نیازی نیست که شما سوره حمد رو بخوانید.
اما در نمازهای سری علما میگن که بهتر، یا نمازهای خفیه که هست مانند ظهر و عصر، بهتر این است که مقتدی هم بخواند، چون شما صدای امام را نمیشنوید. در اینجا شنیدن و انصات قرآن کریم وجود نداره، چون که خفیه میخواند. پس در اینجا انسان بهر احتیاط بخواند بهتر است. و به این گونه این مسئله نیست که مثلا زیاد سخت بگیریم. بعضی احناف در این مسئله خیلی متشدد هستند و بعضی مذاهب دیگر هم اینطور، در بینشون بعضی متعصبین وجود داره. اما امر در این مسئله واسع است، یعنی وقتی که نماز جهری است لازم نیست که شما بخوانید، چون که میشنوید. نماز که سری است یا خفی است، پشت سر امام سوره حمد رو بخوانید بهتر است. این رای اکثر علمای معاصر است در مورد این موضوع. خواهری از جرمنی سوال کردند که در مورد منکر و نکیر معلومات بدهید که در قبر از خدا ناباورها چه سوال میکنند. خواهر عزیز، در منکر و نکیری که ذکر شده در قبر از همه سوال میکنند. تنها این نیست که از خدا ناباورها سوال بکنن، از همه سوال میکنن و از همه میپرسن در مورد این که در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده است که ایشان میفرمایند که اذا قبر المیت او قال احدکم، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر که میت در قبر گذاشته شود یا یکی از شما در قبر گذاشته شود، آتاه ملکان اسودان ازرقان، دو فرشته سیاه و کبود میآیند و یقال احدهما، یقال لاحدهما، برای یکیشون میگن المنکر و والآخر النکیر، یکیش منکر است یکیش نکیر است. فیقولان ما کنت تقول فی هذا رجل، در مورد این مرد چی میگفتی؟ منظورشان کی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر انسان مؤمن باشه و میگه که هو عبدالله و رسوله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد اونا چی میگن؟ میگن که قد كنا نعلم انك تقول هذا. بعد از اون میگن که ما میدونستیم که تو همچین پاسخی را میدهی. این سرنوشت انسان چی است؟ انسان مؤمن است. ثم یفسح له فی قبره 70 ذراعا فی 70. بعد از اون یعنی چیزی میشه در حدود یک ذراع، چیز در حدود بین 30 تا 40 سانتی متر میشه. 70 ذراع، در 70 ذراع قبرش وسیع میشد، قبرش فراخ میشود برایش. ثم ینور له فیه، بعد از او قبر او چی میشه؟ نورانی میشه. ثم یقال له نم، بعد از او به گفته میشه که بخواب. این است که انسان راحت در قبرش میخوابه. این عالم برزخ بهش میگن، تا وقتی این که انسان دوباره حشر میشه. بعد از اون در ادامه همین حدیث سرنوشت یک منافق رو، یک خدا ناباور رو، یک کافر رو بیان میکنه. از او میپرسن که خب در مورد این مرد، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ میگه که سمعت الناس یقولون فقلت مثله لا ادری. چیزای مردم میگفتن، منم گاهی اوقات مثل همونا میگفتم یا مثل همونا میگفتن، نمیدونم. این انسان منافق است. فیقولان قد كنا نعلم انك تقول ذلك، میدانستیم که تو همچین آدمی هستی، همچین جوابی خواهی داد. این انسان منافق است. همیشه منافقین رو دیدید که مذبذبین بین ذلک، گاهی اوقات میان تظاهر به اسلام میکنن، گاهی اوقات در کنار کفار هستن. بعد از اون خلاصه چنان قبر این رو میفشاره که میگه این دنده هاش یا قبرغاش به هم دیگه داخل میشه. چنان قبر این رو تنگ میگیره، میفشاره، داخل میشه. در همین فشار و در همین تنگی قبر هست تا وقتی که به اصطلاح روز قیامت و روز محشر برپا میشه و همه انسان ها برای حساب و کتاب به میدان محشر در اونجا وارد میشن. این صحیح ترین روایتی است که در این مورد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما روایت شده و فرق هم نمیکنه. نکیر و منکر هم برای کافر است و هم برای مسلمان.
سرنوشت انسان در خبر بستگی داره به جوابی که انسان مؤمن و انسان غیر مؤمن میده. بیننده عزیزی سوال کردن که در افغانستان مردم اجازه فکر و تدبر در آیات و احادیث را ندارند. باید هرچی اینها بگویند، یعنی یک طالب حرفشان را باید قبول کند و حق اعتراض را ندارد حتی اگر حرفشان صحیح نباشد. نه، این تفکر اشتباه است برادر عزیز. اولا یک اشتباه در سوال شما وجود دارد که در افغانستان به مردم اجازه تفکر و تدبر نمیدهند. هیچ کس نمیتواند حق تفکر و تدبر را از انسان بگیرد. این سوال اشتباه است که حق تفکر و تدبر را نمیدهند. این حرف اشتباه است. به طور مثال اگر من یا شما یا هر کسی دیگری را خدای نکرده لا سمح الله ببرن بندازن در زندان به خاطر اینکه مثلا ما فلان فکری داریم، فلان اندیشه‌ای داریم، آیا فکر و اندیشه ما را زندان کردن یا ما را زندان کردن؟ ما را زندان کردن. فکر و اندیشه را هیچ کس نمیتواند زندان بکند. فکر و اندیشه انسان آزاد است. تا آفاقی که تصورش رو داشته باشه انسان، علمش رو داشته باشه انسان، عقلش رو داشته باشه انسان میتواند که تفکر و تدبر بکند. هیچ حد و مرزی برای تفکر و تدبر انسان وجود ندارد. به طور مثال امام ابو حنیفه را زندان انداختن. آیا راه و مسیر و علم امام ابو حنیفه را تونستن که جلویش رو بگیرن؟ نه. شاگردانش قاشاقی از داخل زندان می نوشت، برای شاگردانش می فرستاد، فتوا می گرفتن ازش و مسائل رو ازش می پرسیدن. امام ابن تیمیه رحمت الله علیه تقریبا میشه گفت اکثر عمرش در زندان بود و بزرگترین کتابهاش رو مثلا مجموعه فتاوا و خیلی از کتابهای دیگر رو در زندان نوشته. همچنین خیلی از علمای بزرگ دیگری بودن، حتی از علمای معاصر مثلا سید قطب رحمت الله علیه، خیلی دیگری از مفکرین و اندیشمندان جهان بودن که در زندان کتابها نوشتن یا بعد از اینکه زندان کردن، شکنجه کردن، یک مدتی که آزاد شدن، در این مدتی که آزاد شدن کتاب‌های بسیار ارزشمندی رو نوشتن. پس فکر و اندیشه را هیچ کس نمیتواند که در بند و حصارت و زندان بگیرد. این انسان است، این جسد ما هست که اون رو میتونن زندان بکنن. فکر و اندیشه انسان رو نمیتوانن زندان بکنن. یک اشتباه دیگر این است که مردم فکر میکنن که تفکر و تدبر کردن به این معنی است که شما حق دارید در مورد قرآن و حدیث نظر بدید، هر چی دلتان میخواست بگویید. مثلا نکمتیار میاد در مورد احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم نظر میده، این حدیث صحیح است، این حدیث ضعیف است، این کتاب اینطوری است، اون کتاب اونطوری است. آیات قرآن کریم رو بر اساس فهم ناقص خودش تفسیر میکنه. این غلط است. ما نباید که دین رو بر اساس تفکر و تدبر خود ما تفسیر بکنیم. خوب دقت بکنید. تفکر بکنید، تدبر بکنید، تعقل بکنید. فکر، اندیشه، اینها رو اسلام من نکرده. اما این که شما بر اساس فکر و اندیشه خودتان بیایید برای اسلام خط و نشان بکشید. الان در یک مجالس میشینید، طرف 4 روز مثلا در آلمان سپری کرده، 2 روز در انگلستان سپری کرده، یک شیک پوشیده و سر و وضعش که ریشم یک کمی تراشیده و یک کمی کوتاه کرده، شده آدم روشنفکر، مسلمان مدرن. بعد از اون والله به نظر من اینجای اسلام اینطوری است، به نظر من اینجا اینطوری است، من کمی فکر کردم و تفکر کردم و تدبر کردم و جناب مفکر و متدبر شدم و بعد از اون والا در فلان گوشه تاریخ اسلام این مشکلات وجود دارد و زمان صحابه این کارو کردن و فلان صحابی این کارو کرده، در مورد خلفای راشدین انتقاد میکنه، در مورد بنی امیه و بنی عباس و اینا نظر میده. اینا تفکر و تدبر نیست، اینها فضولی است، اینها از حد گذشتن است. شما تفکر و تدبر بکنید، اما نیایید برای دین خط و نشان بکشید، رسم بکشید که والا اینجاش اینطوری است، که دین ناقص است. شما میخواهید با این روشنفکری 4 روزه غربیتان دین را بیایید شما مثلا مدرن‌تر و زیباتر برای مردم، یا فکر میکنید که دین اشکالاتی داره که شما به این نتیجه رسیدید که این رو باید اصلاح بکنید.
تفکر و تدبر به معنی این نیست که ما بیایم دین رو بر اساس هوا و هوس خودمون یا بر اساس فهم خود ما دین رو چیکار بکنیم، قیچی بکنیم یا برش بدیم یا که تجمیل بکنیم یا یک سری کمالیاتی به دین اضافه بکنیم. در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی ما را به تفکر و تدبر و تعقل امر کرده. به طور مثال من همینجا جلوی شما سرچ می کنم در مصحف مدینه منوره تا ببینید اهمیت تفکر و تدبر. مثلا یتفکرون رو ما در قرآن کریم میزنیم. دوستان عزیز اگر نشون بدن اینجا یتفکرون رو زدم، فقط یک صیغه شو اینجا زدم. مثلا اینجا و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و تفکر میکنند در خلقت آسمان ها و زمین ها. ربنا ما خلقت هذا باطلا، پروردگارا تو این رو باطل خلق نکردی. در سوره اعراف میگه وقتی که فقص القصص لعلهم یتفکرون، این داستان ها را برای آنها بیان بکن شاید که آنها فکر بکنن. و در سوره یونس در اینجا الله سبحانه و تعالی تفکر رو برای ما بیان میکنه. در سوره رعد ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، در سوره نحل ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، در اینجا نشانه است برای قومی که فکر میکنن. در سوره نحل آیه 44 لعلهم یتفکرون، در سوره نحل آیه 69 ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، در سوره روم ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ببینید الله سبحانه و تعالی اینجا کسانی که تفکر میکنن رو، انسانهای مفکر رو می ستاید. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون در سوره زمر، در سوره جاثیه است، در سوره حشر است. اکثرش هم به این صیغه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این مسئله مثلا ببینید و سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، در اینجا چی میگه؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. در این خلق آسمان ها و زمین ها، در تسخیر آسمان ها و زمین ها نشانه هایی است برای قومی که فکر می کنند. بعد در سوره حشر در اینجا لعلهم یتفکرون، اینجا هم میگه باشد که آنها تفکر بکنند. پس تفکر کردن در قرآن کریم ستوده شده است از طرف الله سبحانه و تعالی. تشکر میکنم دوستان عزیز. بعد در مورد تدبر مثلا به صیغه‌های مختلف ما در قرآن کریم داریم که در اینجا مثلا کلمه یتدبرون رو بحث میکنیم یا سرچ میکنیم در قرآن کریم. در سوره نساء میگه افلا یتدبرون القرآن، در قرآن تدبر نمی کنند. در سوره محمد آیه 24 افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ در اینجا تدبر برای ما بیان شده است. تشکر می کنم دوستان عزیز. بعد بیایم کلمه یدبرو رو هم در قرآن کریم سرچ بکنیم که در اینجا هم الله سبحانه و تعالی در سوره مومنون آیه 68 میفرماید افلم یتدبروا القول، یا در سوره صاد آیه 29 لیدبروا آیاته و لیتذکروا اولو الالباب. در اینجا هم در مورد تدبر برای ما بیان میکند در سوره مومنون آیه 68، در سوره صاد آیه 29. تشکر دوستان عزیز. و همچنین لیدبروا رو ما در قرآن کریم میبینیم که این کلمه هم در بعضی از آیات قرآن کریم تا باشد که تدبر بکنن برای ما بیان میشه. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، کتابی که ما نازل کردیم بر تو، کتاب مبارکی یعنی قرآن کریم، تا باشد که تدبر بکنن در آیات آن. تشکر میکنم دوستان عزیز. در مورد تفکر و تدبر این آیات، البته بعضی از آیات بود که خدمت شما عزیزان آوردم، همچنین به تعقل یعنی با عقل خود اندیشیدن، از عقل خود استفاده کردن. در قرآن کریم کلمه تعقلون در تقریبا 24 جا ذکر شده است. در سوره بقره افلا تعقلون لعلکم تعقلون،
افلا تعقلون، در سوره بقره لعلکم تعقلون، در سوره آل عمران افلا تعقلون این کنتم تعقلون، اگر که شما از عقلتون استفاده میکنید، در سوره انعام افلا تعقلون، همچنین در سوره انعام لعلکم تعقلون، تا باشد که شما از عقل خود استفاده کنید، در سوره اعراف، در سوره یونس، در سوره هود، در سوره یوسف، همچنین در سوره یوسف، در سوره انبیا، در سوره مومنون مثلا هو الذی یحیی و یمیت وله اختلاف اللیل والنهار افلا تعقلون، در سوره نور لعلکم تعقلون، در سوره شعراء، سوره قصص، سوره صافات، سوره غافر، سوره زخرف و در سوره حدید. تشکر میکنم دوستان عزیز. پس تفکر کردن و تعقل کردن در آفرینش الله سبحانه و تعالی است، در خلقت الله سبحانه و تعالی است، در حکمتی که الله سبحانه و تعالی از نزول آیات و ارسال پیامبران یا در مورد کائنات ان فی اختلاف اللیل والنهار والفلک تجری فی البحر بما ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. تعقل، تفکر، تدبر چیزی نیست که کسی بخواد مانع او شود. هیچ کس نمیتواند مانع تفکر و تدبر و تعقل شما شود. شاید یک زمانی یک ستمگری بیاید، یک دیکتاتوری بیاید، یک ظالمی بیاید، مردم رو جلویشون رو بگیرد، شاید زندگی رو بر مردم تنگ بکنن، اما جلوی تفکر و تدبر و تعقل انسان ها رو نمیتونن بگیرن. اکثر دستاوردهای بزرگ علمی علما و اندیشمندان و مفکرین و علمای بزرگوار در وقتی بوده که در بدترین شرایط دیکتاتوری و ظلم و ستم قرار داشتن، اما میبینیم که بهترین مؤلفات و کتاب‌ها که تراوش فکری و تدبر و تفکر و تعقل اونهاست برای ما به جا گذاشته شده از اون زمانها، از این زمانهایی که در بدترین شرایط زندگی میکردن. پس جلوی تفکر و تدبر و عقل و اندیشه و فکر رو هیچ کس نمیتواند بگیرد، بلکه کسانی که با تفکر و با عقل و با تدبر انسان ها مخالفت بکنن، اونها خودشون نابود میشن، چون انسان موجودی است که الله سبحانه و تعالی به او عقل داده، به او شعور داده و طبیعتاً انسان از این عقل و شعور خودش استفاده میکنه. بیننده عزیزی نوشتن که اگر سلام علیکم استاد محترم، خدا کند که لباس عافیت به تن داشته باشید. سوال: اگر کسی قلم و کاغذ برداشت و به خانومش بگوید که خط تو را میدهم ولی نوشته نکرده، فقط به خاطر تهدید چنین گفته است، آیا طلاق واقع می شود؟ ببینید، طلاق حتی اگر به نیت طلاق کسی به همسرش بگوید که تو را طلاق خواهم داد، تو را طلاق خواهم داد، یا یک روزی تو را طلاق خواهم داد، اگر مقید به یک وعده‌ای باشد، در این صورت طلاق واقع نمی شود. یعنی اگر کسی به همسرش بگوید که قلم و کاغذ بیاره بگه که من تو را طلاق خواهم داد، این نیست. اما اگر بگه که من تو را طلاق دادم، اینجا طلاق واقع می شود. اما بگید که من تو را طلاق خواهم داد، یعنی در آینده صیغه به اصطلاح آینده رو استفاده بکنه، در اون صورت طلاق واقع نمی شود. این یک نوع وعده طلاق است. وعده طلاق واقع نمی شود، چه جدی باشد، چه با تهدید باشد، چه با شوخی باشد. وقتی که وعده باشد طلاق واقع نمی شود. والله اعلم. دوست عزیزی که چهارشماره اخیرشان 5529 هست، نوشتن که شما برای چه دلیل تعلیم دختران بالای صنف 6 را اجازه می دهید؟ یعنی شاید تصورش هم مشکل باشه که آدم یک روزی با انسان‌های روبرو بشه که بخوای برای ثابت بکنی که مثلا یک دختر، یک زن حق داره که بالاتر از صنف 6 ابتدایی هم درس بخواند. دوست عزیز، یعنی اگر تعلیم برای زن جایز نیست، تا صنف 6 هم جایز نیست. اگر برای یک دختر اگر جایز نیست، تا صنف 6 هم جایز نیست. اگر جایز هست،
تا هر چقدر که انسان طلب علم بکنه جایز است. یعنی محدودیتی برای طلب علم وجود ندارد. ما علمایی داریم، کسانی داریم که 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، کسی رو داریم که در سن 60 سالگی دکترا گرفته. برای تعلیم، برای تعلم سنی وجود ندارد. انسان در هر زمانی میتواند تا هر اندازه‌ای که بخواهد، چه زن چه مرد، طلب علم بکند. نوشتن که دلیل قرآن و حدیث دارین؟ سبحان الله. مثل به یک نفر یک حرفی رو بزنی بعد بگی که تو دلیل از قرآن و سنت داری. شما به خاطر منعش چه دلیل از قرآن و سنت دارید؟ قرآن اولین آیه‌ای که نازل شده اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا، بخوان. خواندن اساس وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اولین آیه‌ای که نازل شده. دین ما دین سواد است، دین تعلیم است، دین تربیت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح بیان می کنند علما که یک روزی تعدادی از زنها آمدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم، فرمودن یا رسول الله یک روزی رو در هفته به ما اختصاص بدید، ما بیایم مثل شاگرد در محضر شما باشیم، از شما علم بیاموزیم، مسائل دینی رو بیاموزیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روزی رو برای اونها اختصاص دادن و ما در بین صحابیات از ام المؤمنین عایشه صدیقه گرفته الی ماشاءالله به صدها زن صحابی داریم که تا هنگام مرگشان، یعنی چند دهه بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا 30 40 50 60 سال بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه و تابعین می آمدن از پیش آنها علم دین می آموختن. شاید در اینجا بعضی بگید این علم دین است. در اون موقع علم دین و علم عصری نبود، همش علم بود. قرآن کریم تنها کتاب دینی نیست، کتاب تفکر است، کتاب تعقل است، کتاب علم است، کتابی است که همه مسائل در او بیان شده. مثلا الله سبحانه و تعالی می‌فرماید ان فی خلق السماوات والارض فلا اقسم بمواقع النجوم الشمس تجری لمستقر لها. همین آیاتی که در مورد شمس و قمر و کائنات اینها آمده، اینا آیا آیات ارکان دین است؟ آیات ارکان ایمان است؟ اینا رو بهش میگن آیات کونی. یعنی چی؟ همین علمی که امروز ناسا هست و سازمان‌های که برای کشف سیارات و منظومه شمسی و اینها است که در قبلا بهش میگفتن علم نجومی بهش میگفتن. الله سبحانه و تعالی همین مسائل رو در قرآن کریم ذکر کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم به طب، به هندسه، به تعلیم، به زبان، به همه اموری که در اون محیط و در اون زمان نیاز جامعه بود اهتمام دادن. ما از بین زنهای صحابه زن صحابی انصاری رو داریم که به عنوان دکتر و پرستار حتی اولین بیمارستان رو در کنار مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این زن آماده کردن که زخمیایی که از صحابه بودن اونا رو در اونجا مداوا بکنه. این خیلی حرف شما حرف احمقانه ای است که بگید شما چه دلیل دارید برای اینکه از قرآن و سنت که زنها باید شما چه دلیل دارید که نخوانند؟ مسئله تعلیم یک مسئله مشترک بین زن و مرد است. هیچ زن و مردی رو الله سبحانه و تعالی در اینجا مستثنا نکرده که اگر مثلا میگید که خب دلیل از قرآن و سنت بیارید که زنها باید مثلا فاکولته طب بخوانند یا دانشکده پزشکی بخوانند، شما یک دلیل از قرآن و سنت بیارید که مردها بخوانند. اگر حرام است برای مرد و زن حرام است، اگر حلال است برای همه حلال است. ببینید اسلام با اختلاط، با فحشا، با زنا، با به اصطلاح فسق و فجور مخالف است، نه با تعلیم و تربیت.
مدرسه ها رو ببند، دانشگاه ها رو ببند، دانشکده رو ببند. دلیل چی است؟ بالا اینجا امکان دارد که فسق و فجور ایجاد شود. خب برید بازارها رو هم ببندید دیگه. فسق و فجوری که در بازارها هست در هیچ گوشه مملکت نیست. همون مسئله که میگن به خاطر یک شپش پوستین و آتیش زدن، همین است کاری که امروز شما میکنید. حالا مثلا یک دختری فاسقی بود، یک مرد فاجری بود، یک گناهی رو مرتکب شدن در دانشگاه، به این معنی نیست که شما دانشگاه رو ببندید. برید فسق و فجور و مشکلات اخلاقی جامعه رو اصلاح بکنید. به جای گیر دادن به ریش و عمامه و لباس و مسائلی که ظواهر است و اصلا اهمیتی ندارد و جزء اصول و ثوابت دین نیست، شما بیاید مشکلات اقتصادی مردم رو حل بکنید، مشکلات تربیتی مردم رو حل بکنید. امروز شما باید از مدارس و از دانشکده به نفع دین استفاده بکنید. شما دکتر مسلمان تربیت بکنید، مهندس و انجینر مسلمان تربیت بکنید. نه اینکه بخواید با بستن تعلیم و تربیت بر روی زنها نسلی رو در جامعه تربیت بکنید که از تعلیم از تربیت به دور باشن. بعد میگن که خب اون مدرسه است، برن مدرسه بخوانن. امروز کلیپ یکی از ملاهای در هفته گذشته گفته بودم جاهل، یکی ناراحت شده بود، پیام فرستاده بود که چرا شما گفتید جاهل. میگه اینو بهانه است که اینا میگن که تعلیم دخترها زن باید دکتر بشه، وقتی که یک نفری مثلا زنش بیمار میشه پیش مرد نبره. میگه در شریعت میگه اگر زنی مریض میشه پیش دکتر مرد میتونه بره و اون دکتر میتونه همه بدنشو معاینه بکنه، هیچ مشکلی هم نداره. والله دیوستر از این ملا من ندیده بودم تا هنوز که یک زن و دختر همزبان و هموطن تو یک دکتر مسلمان بشه و تو زنت رو ببری پیش او که محرم میشه، محرمش است. یک زن مسلمان بر یک زن مسلمان محرم است. پیش او بره، او رو معاینه بکنه بهتر است یا که تو زنت رو ببری پیش یک مرد بیگانه، ببری در پنجاب پاکستان یا ببری پیش یک هندو سیک در هندوستان، زنت اونجا لخت بکنه، معاینه بکنه. این مثل این مولای دیوس والله من ندیده بودم. من نمیخوام کلیپشو پخش بکنم، ارزشی نداره. کلیپش امروزه که دوستان برام فرستاد. دیوس چی است؟ دیوسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت همین. دیوس که شاه خودم نداره، حاضر است که زنشو پیش یک پنجابی، پیش یک سیک، پیش یک هندو ببره لخت بکنه، اما یک دختر مسلمان هموطن افغان خودش نباید که دکتر بشه و اون رو معاینه. اگر طب و پزشکی و دکتر و فاکولته طب حرام است برای زن، پس کسایی که در طب و پزشکی میخوانند در کشورهای دیگر، اونا مرتکب یک حرام شدن. تو زنتو پیش یک حرام میبری که مثلا اون رو تداوی بکنی. یک فکر عجیب و غریبی است. خداوند چیزی که به اینا کم داده است عقل است. الله سبحانه و تعالی عقل نصیبشان بکند. در ادامه نوشته مکاتب مجاهدین ما هنوز قناعت نکردن به باز شدن مکاتب برای این جهاد نکردید که دختران کلان بروند مکتب و پانتون. شما جهاد اگر برای خدا کردید دیگه هر روز جهادتان رو به رخ ملت نکشین. اگر جهاد رو برای این کردید که برای مردم قید و بند تعیین بکنید که خدا لعنت بکنه خودتان رو با اون جهادتان. جهادی که برای خدا نباشه، برای اعلای کلمت الله نباشه، برای فی سبیل الله نباشه، هر روز برای مردم منت بکنین که والا ما جهاد کردیم، ما فلان کردیم، الان کردیم، جهاد به درد خودتان میخوره. من قاتل لتكون کلمت الله هی الحلیه فهو فی سبیل الله. کسی که جهادش برای اعلای کلمت الله باشه، نه برای اینکه به رخ مردم بکشه که والا ما جهاد کردیم. بیننده عزیز نوشتن که خب یک تماسی رو بگیریم بعد از اون، چون بیننده ای دارن زیاد زنگ میزنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، بفرمایید. آقای صدیقی بفرمایید. سلامتاری بزرگوار، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که جور و صحتمند باشین. استاد عزیز، دیروز گپایتان در مورد بسته شدن مکاتب شنیدم، بسیار خوش شدم که بالاخره شما همینا رو شناختین. یعنی چه قبلا نمی شناختین؟ من مطمئن هستم که خب میشناختین، ولی شما دیگه چیز فکر میکردین. ببینید یکی مسئله است جناب صدیقی صاحب، اینا آمدن که نمایندگی از اسلام بکنند و شریعت تطبیق بکنند، اما که میبینیم هر عمل اینا، ذره اعمال اینا مخالف شریعت است، دشمنی با اسلام است. استاد عزیز، ما در غرب زندگی میکنیم، با والله قسم ضربه ای که اینا به اسلام زدن استاد عزیز، من در جامعه میبینمش. من در جامعه ای که زندگی میکنم نزد مسلمان و غیر مسلمان، من میبینم که اینا به اسلام چی کردن. درست. یعنی کسایی که مثلا شما ممکن در کشور اسلامی باشین استاد عزیز و قدر براتان معلوم نشه، اما ما در کشورهای کفری که هستیم در اینجا با خدا باور که خجالت میکشیم که بگوییم ما مسلمان هستیم. نه به این خاطر که ما مسلمان هستیم، خجالت به این میکشیم که تا از اسلام گپ میزنیم، که تا از دان ما نام اسلام و نام از شریعت نبرای استاد عزیز. هم مسلمان، غیر مسلمان، امریکایی، افریقایی، بالاخره این نام انسان که هست ایران را به ما مثال میدن. درست. و ما ایران میمونیم که چی بگویم، به اینا چه قسم بفهمانیم که این اسلام نیست، به اینا چه قسم بفهمانیم وقتی که دلیل از قرآن و سنت برشان میانیم. علم که مزیراتی که داریم استاد عزیز تا فعلا به فضل پروردگار پیش کس بند نرسیدیم پیش مسلمان و غیر مسلمانش، اگرچه مثل شما نیستیم که از حافظه خود داشته باشیم، ولی میفهمیم که چی مسائل هست و بالاخره با جستجو کمی در اینترنت برشان پیش میکنیم. درست. اما به طور اتومات در فکری غیر مسلمان های عزیز و تمام کسایی که در اینجا هستند، اسلام یک چیزی است که دشمن زن است، بالاخره زن ستیغ است، بالاخره ظالم است. درست. و مدیا هم همین جوانب زشت رو بیشتر برای مردم بازگو میکنه. 100% با ده ها غیر مسلمان مگر زدیم استاد عزیز، برشان گفتیم که آن چیزی که شما در رسانه‌هایتان میبینین اینا شما را مغزتان شستشو میکنه، به خاطری که از تفریقه‌ای که بین مسلمان و غیر مسلمان میندازه اینا فایده میگیرن. درست. برشان تشریح میکنن، اما باز یک نقطه را پیدا میکنن میای ریار به ما مثال میدن. ای کاش ما ای کاش استاد عزیز یک روز یکی از اینا را، همین کلانترین اینا را در روبرویم ببینم و بروی شطف کنم و یک سیلی محکم به نمایندگی 2 بیلیون مسلمان دمی رویش بزنم استاد عزیز که نامبدی را که شما به ما گذاشتین، نامبدی را که شما به ما، شرمندگی را که شما به ما گذاشتین، با والله قسم بعض وقتا تحملش سخت میشه. استاد عزیز، من امی دیروز جنرال میبین یک کسی هست از این نفرهای از یاس در صفحه تیک تاکش یک زن آمد قاری قرآن بود، میگه من از اسلام بر آمدم. من ایره نمیگم که قاری قرآن یک قدر باید جاهل باشه، که هدفم این است که یک کسی که به این اندازه در اسلام دخیل بود به خاطر اعمال اینا میگه من دیگه از اسلام تیر. جنرال مبین خواست امتحانش بکنن که سوره بقره را برام بخوان، سوره بقره را برش تلاوت کرد، نخوان تلاوت کرد برش. هدفم این است استاد عزیز که ضربه ای را که اینا به اسلام زدن، با والله و بالله قسم استاد عزیز که من میشم که من بگویم که ما اسلام ما صلح است، اسلام ما بالاخره آزادی به زن داره، اسلام ما حق و حقوق زن داره، اسلام ما مخالف از با خشونت. درست. صدیقی برادر عزیز، جناب صدیقی صاحب برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم به ما یک دعا را میآموزه و به ما یک هشدار بسیار شدید میده. میگه که ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. ای پروردگارا ما را سبب فتنه و امتحان کفار قرار نده. یعنی چی؟ یعنی ما کاری نکنیم که کفار از اسلام روگردان شوند، به وسیله اعمال ما
اسلام رو بد ببینن، به وسیله اعمال ما قرآن رو و سنت رو و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بد ببینن و از او متنفر شوند. و متاسفانه امروز خیلی از اعمال ما مسلمان ها سبب شده که کفار از دین ما بیزار شوند. یکی از یوسف استیس شاید بشناسید، یکی از بله، ایشان در یک مصاحبهش میگه که خوب شد که قبل از مسلمان شدن من با مسلمان ها نشست و برخاست نکرده بودم. من استاد عزیز بعض وقتا به می فکر میرم که اینایی که گپ از دین میزن چطور در فکرشان نمیگرده که من در روز قیامت چی گونه جواب بدم اگر یک نفر از خاطر من از دین دور شود، من چی خواهد گفتم؟ درست. دیگه تشکر از شما برادر عزیز. امیدوار هستم که یک روز که یکی از اینا من روبرو شم استاد عزیز، روبرو کنم، چون استاد دور هستیم اما از طریق رسانه با هم دیگه روبرو شیم که من اینا رو بگویم که راهی که شما میرین. و استاد عزیز تا دیروز نظرم هم استاد دیگه چیز بود درشان، ولی بعد از این مسائلی که من میبینم فکر نکنم دیگه نظر ما مثل سابق باشه، چون به 2-3 روز که کار کردن ما استاد تاکسی میچلانم در کشورهای غربی دمیجه. درست. به 2-3 روز هر کسی را که میوردارم تا پرسان میکنند از افغانستان هستی. و استاد عزیز ما موسیقی نمیشنن هیچ گاهی و در محترم دایم قرآن کریم روشن میباشه، مهم نیست که کی را بالا میکنم کی را میوردارم. درست. و پرسان میکنن، در اولین اقدام پرسان میکنن از کجاست، بعد میگه این چی است که میشنهی، براشون وقت تشریح میکنم. یعنی واقعا استاد عزیز درس میکشه آدم که چرا باید یکش. الله متعالفستان کند. اما خداوند هدایتشان آمین آمین. سلامت باشید برادر عزیز. یا خداوند هدایتشان کنه یا نیست نابودشان کنه که حداقل دیگه به نام اسلام کسی ما را طعنه نده. درست. تشکر از شما. ما مسلمانایی که در کشورهای غربی هستیم سلامت باشید. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. سلام. الله یار نگهدار شما. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. علیکم. زنده باشید. سلامت باشید برادر. بخیر باشین استاد. 1-2 سوال داشتم ان شاء الله. بفرمایید. زیاد وقت نمیگیرم. باز شما امروز به ما شرح کردن استاد. 2 حدیث از درباره که حضرت ابو هریره که روایت کرده درباره همون دمی روزا دمی بار زیاد بحث بود در همین منطقه جایی که ما بودیم که حضرت ابو هریره گفته بودن که من از پیامبر 2 علم را گرفتم. یکی همین بود که قرآن و حدیث که پخش نشر کردم و دومش اگر اظهار میکردم شاید حلقوم بریده میشد. استاد یکی حدیث دیگر هم دکتر صاحب نیازی ها میره بیان کرده بود از چند عالم اهل سنت در تشریح شنیده بودیم که میگفت که پیامبر صلی الله علیه و آله یک غذا یا طعام پیشان بود، باز گفت پیش خداوند گفت دعا کرد که یا الله از بهترین بنده هایت با ما در این غذا شریک بساز که با ما غذا بخوره. که باز نمی زمان حضرت علی آمده بود که باز یک صحابی نمیموند، دفعه دوم اومد، دفعه سوم اومد، با حضرت علی گفت پیامبر کار دارم. باز داخل خانه شد پیامبر حضرت علی گفت تو که نام تال داری یا نواف شد یا گفت 2-3 به تختق زدیش تو نامت. گفت مرا اصحاب کی بود نمیفهم. گفت نمیموند. باز او خواهم تو گفت چرا نیومدی؟ گفت من میخواستم که ثواب ما ببرم. اما او شخص علی آمد یا علی بود که آمد با پیامبر غذا خورد. صد این باره باز انشالله تشریف باش. چشم بخیر. زنده باشید. سلامت باشید. ببینید حدیثی که ذکر کردید حدیثی است که ابو هریره رضی الله تعالی عنه یا قولی است از ابو هریره رضی الله تعالی عنه که میفرماید حفظت من رسول الله صلی الله علیه و سلم وعینی فاما احدهما فبثثته. یک دو ظرفی به اصطلاح از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما احادیث را فرا گرفتم، یکیش رو نشر کردم. و اما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. و دومی رو اگر که نشر بکنم اینجا یعنی شارگم یا بلعوم اینجا بریده می شود. احادیثی رو که طبعا هیچ حدیث ما هیچ قولی از صحابه و از رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست که علما شرح نکرده باشند، توضیح نداده باشند. علما در ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری
در مورد این قول ابو هریره رضی الله تعالی عنه میفرماید که احادیث اول احادیثی از احادیث اخلاقیات و مسائل فقهی و عبادی و عقیدتی که بیان شد، اما احادیث دومی که بیان میشه در اینجا در مورد امراء سوء است و احوالشان و زمانشان، که ببینید در مورد علماء سوء انسان، حتی علما، حتی دعوتگران، خیلی انسان‌های خیلی متقی و پرهیزگار نمیتونن حق رو بگوین و این همون احادیث است که منظور در بین مردم نشر نکردنش است، در بین مردم مثلا سر منبر گفتنش. مثلا الان شما برادر عزیز در مثلا به طور مثال در بریتانیا زندگی میکنید، برید در مسجد مرکزی بریتانیا اجازه بگیرید از امام، بگید امروز جمعه من خطبه میگم، در خطبه ایتان طرفداری بکنید از مجاهدین سوریه، طرفداری بکنید از مجاهدین عراق، طرفداری بکنید از مثلا حماس، از ملت مظلوم فلسطین، یا هیچ دور نمیریم، همین الان صفحه فیسبوک دارید، برید در صفحه فیسبوکتان بنویسید بارلاها، همینطور به عبارت فارسی، بارلاها مجاهدین مظلوم حماس را بر علیه اسرائیلی های اشغالگر متجاوز پیروز بگردن. جرأت دارین بنویسیم؟ من میدانم که شما همین دعا رو میتوانید بکنید، دوست دارید بکنید، در دلتان میگید، در مجالس خصوصی میگید، با دوستان و برادرانتان میگید بارلاها، لیکن چرا در فیسبوک نمی نویسید؟ چون به مجردی که کلمه اسرائیل و فلسطین رو در فیسبوک نوشتید، فیسبوک صفحه تان رو میبندد. یوتیوب ما همین الان تقریبا 100 و چند روز میشه که یعنی انتشارش رو محدود کردن. به خاطر چی؟ به خاطر یک کلیپ 2 دقیقه‌ای در مورد فلسطین، از مظلومیت ملت فلسطین، از جنایات رژیم صهیونیستی در اونجا. چرا؟ چون که وقتی که شما بخواید حق رو بگید اینطوری باهاتون برخورد میکنن. به خاطر همین شما جرئت نمیکنید در فیسبوک کلمه حق رو بگید، حرف حق رو بگید. چرا؟ چون میدانید که قوانین فیسبوک صفحه‌تان رو میبنده و همه این صفحه‌ای که این همه مطالب دارید و این همه از طریق این مثلا دعوت میکنید، کار میکنید، خدمت میکنید، این صفحه چی میشه؟ بسته میشه. پس به خاطر یک خیر بزرگی که شما به مردم میرسانید نمیاد این مسائل رو مطرح بکنید در اونجا، چون میگید با این یک کلمه من از یک خیر بزرگی چی میشوم؟ محروم میشوم. علما میگن این روایت ها در مورد امرای سو، در مورد حکام سوئی که اگر که ابو هریره رضی الله تعالی عنه اینها رو بیان میکرد در بین مردم و مردم از او میگرفتن، سبب میشد که گردنشان زده بشه. چه بسیار، مثلا بعد از سیدنا معاویه رضی الله تعالی در زمان یزید مثلا با امام حسین چه رفتار شد؟ در زمان عبدالملک ابن مروان مثلا با مصعب ابن امیر چه برخورد شد؟ با مصعب ابن زبیر چه برخورد شد؟ و با عبدالله ابن زبیر چه برخورد شد؟ با کسانی که در مقابل حکام ظالم ایستادن چه برخورد شد؟ منظور این است. اما آیا اینها رو در بین مردم نشر نکرده؟ در خصوصی هم به شاگردانش، به دوستانش در مجالس نگفته؟ نه گفته. احادیث زیادی در این مورد برای ما رسیده و روایت هایی رو که اگر ابو هریره رضی الله تعالی عنه نگفته دیگه بقیه صحابه گفتن. ما چقدر روایات و احادیثی داریم در باره حقگویی در مقابل حکام ظالم. از معاذ ابن جبل هست، از حذیفه ابن یمان هست. مثلا افضل الجهاد کلمت الحق عند السلطان الجائر، بزرگترین جهاد کلمه حق از حرف حق است که در مقابل یک سلطان ستمگر گفته بشه، در مقابل یک پادشاه ستمگر گفته بشه. همین حدیثو که روایت کرده صحابه روایت کردن و اگر احادیث رو حضرت ابو هریره روایت نکرده صحابی دیگر روایت کردن. پس در اینجا مسئله نیست که شما فکر بکنید علمی از رسول الله صلی الله علیه وسلم به ابو هریره رسیده و ایشان پنهان کرده. این علم از طریق بقیه صحابه حتما به ما رسید. در مورد این که رسول الله صلی الله علیه و سلم، من همیشه یک اصطلاحی دارم، میگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه مدال میدادن.
مثلا مدالی که به ابوبکر صدیق دادن، مدالایی که به عمر فاروق دادن، مدال هایی که به عثمان ذوالنورین دادن، مدال هایی که به حضرت علی دادن، به طلحه، به سعد بن ابی وقاص، به تعداد، به حسن، به حسین، به سعد بن عباده، به سعد بن معاذ. مثلا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه وقتی که از دنیا رفت، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که عرش پروردگار به لرزه در آمد. عرش پروردگار برای مرگ هیچ کسی به لرزه در نیامد. و جایش نیست و الا در مورد تک تک صحابه میشه از این فضایل ذکر کرد. و این که در این حدیثی که شما ذکر کردین که یکی از بهترین انسان ها وارد میشه، مگه در این شک دارین که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه یکی از بهترین انسان ها بود در اون زمان؟ شرف اهل بیت بودن، شرف نسب پیامبر، شرف صحابی بودن، شرف مجاهد بودن، شرف مهاجر بودن، شرف امراهی پیامبر، شرف اولین جوانی که به پیامبر ایمان آورد. یعنی اینها همه صفات و ویژگی است که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه دارند. و این به این معنی نیست که، چون این تفکر اهل سنت این است که مثلا اگر علی خوب است به این معنی نیست که عمر و ابوبکر بد است، عثمان و طلحه و زبیر بد است. و اگر اونها در یک جای یک صفت و برازندگی خاصی دارن، خدای نکرده علی و حسن و حسین بد هستند. این تفکر شیعه اینطوری است. شما شاید متأثر از تفکر اونها باشید. تفکر اونها اینطوری است که اگر علی در یک جای خوب است حتما بقیه بدن. اگر علی فاتح خیبر است پس بقیه همه ترسو و بزدل هستند. این به این معنی نیست. هر کدام از صحابی مثلا فتوحاتی رو که خالد بن ولید کرده حضرت علی نکرده. فتوحاتی رو و جنگ‌هایی رو که بعد از اسلامش خالد بن ولید کرده و سرزمین‌هایی رو که فتح کرده حضرت علی نکرده. آیا این به این معنی است که علی بد است و خالد خوب است؟ نه. احادیث رو که ابو هریره روایت کرده خالد بن ولید یکی هم روایت نکرده. من یه وقت مثلا گفتم اگر شمشیر خالد بن ولید رو به دست ابو هریره بدن شاید نمیتونست بلندش بکنه. اما خالد بن ولید یک حدیث هم از پیامبر روایت نکرده. تا جایی که من میدانم شاید هم احادیثی روایت شده باشه، اما تا جایی که من دیدم روایت نشده، یعنی احادیثی یا زیاد احادیث روایت نشده. اما ابو هریره مثلا هزاران حدیث روایت کرده از پیامبر صلی الله علیه و سلم. مثلا در یک کلاسی یکی شاگرد اول است، همه چیزو حفظ است، و در اون کلاس شاگرد دوم، سوم، چهارم، پنجم تا شاگرد سیوم، چلم هست. کسایی است که در اون سال ناکام میشن، صنف بالاتر، کلاس بالاتر نمیرن. پس در مکتب رسول الله صلی الله علیه و سلم شاگردای اولم بودن، دومم بودن، سومم بودن، مدالم گرفتن، شجاع هم بودن، در بینشان فقیه هم بود، عالم هم بود. مثلا ابن عباس فقیه صحابه است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مدال بهش دادن، اللهم فقهه فی الدین و علمه تأویله. بار الله تو این رو فقیه در دین قرار بده و تعویل رو بهش یاد بده. خب آیا این به معنی است که بقیه صحابه چون فقه و تعویل رو بلد نبودند اونا بد هستند؟ این تفکر رو از خودتون دور بکنید. هر کدام از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم ویژگی های خاص خودشون رو دارن. آقا یاور بفرمایید. بله بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خیلی شاد هستم که با پیوست شدم، خیلی انتظار بودم. بفرمایید برادر عزیز. وقتتون رو نمیگیرم، یک سوال شرعی داشتم، لطفاً جوابم میدادید. بفرمایید. فرض کردیم و سوال آیدی خرید و فروش اسعار. فرض کردیم امروز دلار با قرب $100 بود، فردا $120 شد. من میتوانم این دلاری که داشتم با 100,000 فرض کردیم خریدم و فردا با 120,000 فروشم. خواهش میکنم آیدی این مسئله روشنی اندازید. آیا خرید و فروش اسعار از نگاه شرعی اجازت است یا نه؟ تشکر. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. کسی میره پولی رو، دلار مثلا یورو میخره. امروز مثلا $1 معادل مثلا 10 سامانی است به طور مثال میگیم. فردا میشه $1 15 سامانی. یک تحولاتی میاد.
مادامی که شما این دلار رو خریدید و در دستتان هست، میبرید در بازار میفروشید، سود میکنید، انشالله که اشکالی ندارد و علما در این مورد فتوا دادن، به شرطی که دست به دست باشد. به این شکل نباشد که مثلا بعضی صرافا هستن این کارا رو میکنن، مثلا زنگ میزنه به دوستش میگه که مثلا $10,000 به حساب من بده، طرف مینویسه در کتابچه که به احمد 10,000 دادم. این احمد پول رو نگرفته، بعد این احمد 10,000 رو، این صرافا خیلی کارشون پیچیده است، یعنی احمد مثلا فرداش به علی زنگ میزنه میگه که علی دلار میخوای؟ میگه که بله میخوام. خب میگه چند؟ مثلا با فایده این دلاری رو که میگه خلاص من $10,000 به تو فروختم. نه احمد پول رو از اون طرف گرفته، نه علی پول رو از احمد گرفته، همه اینا به تلفنی یا از طریق مسیج یا طریق واتساپ صورت میگیره. این جایز نیست. تسلیم شده باشه، مالک شده باشه، بعد از اون به طرف دیگه بده، دست به دست، ید به ید قولش علما میگن. در اون صورت انشاءالله که جایز است و مشکلی ندارد. سلام علیکم، بفرمایید. مالک شده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز جور هستین؟ بخیر انشالله. سلامت باشین. سلامت باشین. یک سوال داشتم. سوال من این است که نماز شام وقتی که اذان میته تا چقدر وقت روا است؟ به خاطر که در جرمنی اینجا که اذان میته، خصوصا عربا که اذان میتن دمو یک تقسیم اوقات دارن که هر ماه آدم میتونه از مسجد بگیره. وقتی که اذان میتن روشنی میباشه تا چند دقیقه آدم میتونه که بخونه و قضا نشه. بله. سوال این است و دومش این است که یک کسی که امامت میکنه، بله، اینجا یک مسجد ترکا است، بعض وقت امام اصلیش که نمی باشه، باز یگان بچگکایی که فکر کنین 20 و 25 و 26 و 27 یا که حتی که وقتی که خطبه را میخوانن صحیح نمیتونن تلفظ کنن، از پیشون خطا میخوره یا یک جای را اشتباه میکنن، آیا جایز است میتونن که امامت بکنن یا نه؟ این دوم. و سومیشی که من سه شنبه براتون زنگ زده بودم، گفتم یه درد دل کنم به خاطر همشیرای ما را که انستیتوت تیوی را بند کردن، متاسفانه در دریوری بودم نتونستم صحیح گفتم. خب الحمدلله امروز باز دوباره باز کردن الحمدلله. راستی میگن استاد باز کردن یا چی میگن؟ نه باز کردن، بعضی دوستان اطلاع دادن که باز کردن دوباره. بله، یک مسخره بازی در آوردن. خدا کنه که باز کرده باشن. اگر نه استادمون برادر تکسیران که گفت که کسی که در داخل افغانستان می باشه باور کنین برشان قدر معلوم نمی باشه. در اینجا من خودم کاربار شخصی دارم، بعضی وقت همی خالگکایی که 60 و 65 70 یا هستن یا چیز دارن، خوش دارن که گپ بزنن که دکاندار یا یک درباره یک چیز خصوصا سرسیا که باشی درباره کلتور و فرهنگ و چیزا که باز بگی افغانستان از باز یک وقفه میکنن، باز میگن در مملکت شما خو چیز اینا زنها اجازه ندارن که رویشان لج باشه و مثلا باید خدا بپیچانن و دخترها مکتب اجازه نداری، تا که برشان میگی که این چیزهایی را که شما میبینین این همون پروپاگاندای میدیا است، اسلام یک چیز نیست، اسلام حق علم به مرد زن داده و چیزی که شما پیشتر گفتین که اگر تبابت به زنها اجازه نیست به مردم خیلی اجازه نباشه. و یک چیز مهمش از این که امی باور کنید استاد شما بعض وقت امیرالمومنین میگین، ما در داخل قلبم یک رقم ناراحت میشم که یعنی علم را که شما دارین باور کنین اگر ما به حساب علم که شما دارین اگر 1% باشه میگم خدای ناخواسته چطوری را شما امیرالمومنین میگین؟ آیا امیرالمومنین امیر رقم است که حق یک انسان بخو که چیزی را که خدا و رسولش برش اجازه داده امیرالمومنین چطوری امیرالمومنین میشه؟ باز
شب یک وقت خدا مهربان است که یک وقت شب که یار ببینید برادر عزیز، بله برادر عزیز، خب این میگن امیرالمومنین، به نام امیرالمومنین معروف است، ما بهش میگیم امیرالمومنین. این که به امیرالمومنین قبولش داریم یا نداریم این دیگه مسئله جداگانه است. ثانیاً یک روز یک برادر شیعه به من زنگ زد، هدایت شده بود، الله سبحانه و تعالی هدایت شده. گفت استاد انصاری، گفت شما می که آیت الله میگی، آیت الله قزوینی، من خوشم نمیاد، اینا رو آیت الله نگو، اینا رو خبیث بگو، اینا رو دروغگو بگو، فلان بگو. من به اون یک چیزی گفتم، حالا به شما اینجا بگم. الله سبحانه و تعالی به شتر میگه آیت الله. شتر در سوره هود الله سبحانه و تعالی میگه هذه ناقة الله لكم آیه، این شتر خداوند برای شما آیه است. شتر یعنی حضرت آیت الله شتر. الله سبحانه و تعالی به شتر هم گفته آیت الله، یعنی امیرالمومنین که اسمش رو گذاشته باید واقعا صفات امیرالمومنین رو داشته باشه. اولین امیرالمومنین در اسلام کی بود؟ عمر ابن خطاب بود. انسانی که در خودش صفات عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه رو نداشته باشه باید از گذاشتن نام امیرالمومنین بر خودش خجالت بکشه. بله. تشکر از شما برادر عزیز. از همون خاطر وقتی که من میشنم که امیرالمومنین میگن ایرا بعضی ها ما باور کنیم که مویای جان میخزه که چطور که آدم امیرالمومنین میگن دیگه اون وطن در پیششان است، خداوند برشان یک همه قدر کرد که اینمی تمام چیزا برشان مهیا شد و جای از اینکه از این استفاده بکنن که کل مردم پولیشان استاد شوند، سیاسرها، برادرها کل استاد شوند که اینمی حکومت ما میخوایم، یا دل مردم از حکومت سیاه میکنن، دل مردم از افغانستان سیاه میکنن. درست. خداوند هدایتشان. آمین. تشکر از شما برادر عزیز. شکر که جور هستید، یک کمک شکر اینا باز دل ما خالی شد دیگه. خدا مهربان است که سلام باشید. یک روشنی شود. آمین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد سوال اولتان برادر عزیز و گرامی، وقت نماز مغرب. نماز مغرب به مجردی که قرص آفتاب غروب کرد، یعنی شما مثلا در یک ساحلی هستید، در یک زمین هموار هستید، به مجردی که قرص آفتاب کاملا از دید پنهان شد، وقت نماز مغرب داخل می شود. وقت نماز مغرب به مجردی که اذان داده شد، در مذهب حنفی مجردی که اذان داده شد باید بلا فاصله نماز مغرب، اذان میگه لا اله الا الله، بعد از مباشرتا بعد از اذان تکبیر میگن یا اقامت نماز رو میگن و نماز رو میخوانند. در مذهب حنبلی و شافعی چیزی در حدود 10 دقیقه صبر میکنن. بعد از اینکه اذان داده شد 10 دقیقه صبر میکنن، یعنی بعد از اینکه قرص آفتاب پنهان شد 10 دقیقه صبر میکنن، بین 8 تا 10 دقیقه صبر میکنن، بعد از اون نماز رو میخوانن. هر دو تاش صحیح است. کی قضا میشود نماز مغرب؟ اگر دیده باشید بعد از غروب آفتاب یک سرخی در به اصطلاح در افق پیدا می شود. اگر خاصن هوا کمی ابری باشد، ابرها به رنگ سرخ یا همون قسمت محل غروب آفتاب به رنگ سرخ می شود. این سرخی به مجردی که پنهان شد و سیاه شد اون منطقه، وقتی که سیاه شد در اون صورت چی میشه؟ نماز مغرب قضا میشه، وقتش به پایان میرسه و از همون لحظه‌ای که سیاه میشه طرف مغرب وقت نماز عشا داخل میشه. بعداً در بعضی از کشورها بر حسب افق فرق میکند، فرق بین به اصطلاح وقت بین نماز مغرب و نماز عشا. اما شما در شهرهای مزدحم زندگی میکنید، به این شکل نمیتوانید غروب آفتاب رو و شفق و سرخی آسمان اینا رو ببینید. بهترین برنامه‌ای که میتوانید بر اساس اون اوقات نمازتان را تنظیم بکنید برنامه است به نام المصلی. دوستان عزیز اگر که بتوانن این رو لینکش رو بگذارن، این برنامه رو شما نصب بکنید و من اگر الله سبحانه و تعالی عمری باقی بود و الله متعال کمک کرد، هفته آینده در همین برنامه حدود نیم ساعت در مورد این برنامه یک کلیپی آماده خواهم کرد ان شاء الله. در مورد این برنامه توضیح خواهم داد که برنامه بسیار زیبایی است. من خودم همیشه استفاده می کنم. برنامه المصلی در هر گوشه دنیا که باشید بر اساس لوکیشنتون میتونید تنظیم بکنید
بر اساس مذهب حنفی، شافعی، انبلی، مالکی می توانید اوقات نماز رو، اذکارتون رو، ختم قرآنتون رو، یعنی همه امور عبادی خودتان را می توانید بر اساس این برنامه تنظیم بکنید. برنامه خیلی زیبایی است. امروز که دیگه همه موبایل دارن، می توانید از طریق این برنامه همه امور عبادیتون رو تنظیم بکنید. برنامه جالب است. ان شاء الله هفته آینده سعی می کنم که این برنامه رو به شکل کامل برای شما عزیزان معرفی بکنم و ویژگی های این برنامه رو برای شما نشان. بله، دوستان میگن که کاپی کردن، لینکش رو گذاشتن، می توانید این برنامه رو در کامنت نوشتن استفاده بکنید. همچنین هفته گذشته دوستان در مورد روش نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرده بودند که هم روش نماز و هم روش وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که ما کلیپش رو آماده کرده بودیم در صفحه یوتیوب اضافه شد. عزیزان اگر لطف کنن لینک اردوی این رو هم بگذارید در کامنت ها. و همین المصلا رو و هم روش نماز و وضوء رسول الله صلی الله علیه و سلم رو تا جایی که میتونید در بین دوستانتون در صفحات اجتماعی نشر بکنید. اجر و پاداش شاید یک دوستتان هست و سالهاست اشتباه نماز میخونه، سالهاست اشتباه وضو میگیره. شما با فرستادن این کلیپ برای او سبب میشید که همین اشتباه خودش رو اصلاح بکنه و چقدر اجر و پاداش میگیرید. انشاءالله به یاری الله متعال شما برنامه المصلا رو نصب بکنید در موبایل هاتون. هفته آینده انشاءالله گام به گام با هم این برنامه رو به شما آموزش خواهم داد که چطور از این برنامه به شکل خوب بتونید استفاده بکنید، هم برای تحدید اوقات نماز، هم برای استفاده از اذکار. مهمترین مسئله‌ای که در این برنامه وجود داره برنامه اذکارش است، یعنی اذکار بعد از نماز، اذکار صبح، اذکار شام، و حتی میتونید شما ذکرهای خاصی رو که شما دوست دارید اضافه بکنید در این برنامه که انشاءالله همه اینها رو در هفته آینده خدمت شما عزیزان نشان خواهم داد. بیننده از این نوشتن استاد انصاری عزیز سلام. در این اواخر یک عادت غلط در بین مردم بیکار رواج شده که سر کوچه نشستن و قصه کردن مردان که برای زنان که از کوچه تیر میشوند خیلی بد است. این عادت باعث آزار زنان می شود. در این مورد آیات و احادیث اگر دارید بیان کنید خوب میشه. تشکر میکنم. واقعا یکی از عادات زشتی که در افغانستان وجود داره، در ایران، حتی در بعضی از کشورها وجود داره، در پاکستان، در هند مثلا، اینکه مردای بیکار، جوانها سر کوچه می نشینن، زن و دختر مردم رد میشه، متلک میاندازن، شوخی میکنن، غیبت میکنن. مثلا یک زن بیچاره در رجا میدونی این کیه؟ این زن فلانیه، این فلان مثلا قبل از اینکه با این ازدواج بکنه با فلانی ارتباط داشت، این دیدی که رد شد که این دختر فلانیه، نامزد فلانیه، با فلان کس ارتباط. یعنی تهمت، غیبت، حرف، یا زنها رد میشن، الفاظ رکیک، الفاظ زشت استفاده میکنن، چشم چرانی. الله سبحانه و تعالی همونطوری که زنها رو گفته حجاب بکنن، زنها رو گفته چشم از نامحرم بپوشانن، زنها رو گفته عفت و حشمت خودشون رو حفظ بکنن، به مردها هم همین رو امر رو کرده قبل از زنها. الله متعال میفرماید و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بگو به مردان مؤمن که چشمهای خودشان را از نگاه به نامحرم بپوشانید. حجاب تنها برای زن نیست، حجاب برای مردم هست. مرد باید چشم خودش را از نگاه به نامحرم بپوشانه. ببینید چشم پوشیدن از نگاه به نامحرم ببینید که چشمتو ببندی در کوچه و خیابان بگردی. باور کنید، تجربه کنید، یک زنی مثلا نیمه اوریانی از روبرویتون داره میاد، اگر شما به ندای تقوا و پرهیزگاری و ایمانتان لبیک بگین، می توانید از کنار او با فاصله 2-3 سانتی متر از کنارش رد بشید، اما اصلاً به بدن او نگاه نکنید. انسان بخواه میتونه این کارو بکنه. این همون غض البصر یا چشم پوشیدنی که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه. آیه دوم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اول مردها رو میگه بعد زنها رو میگه. متاسفانه همه احکام دین در جامعه ما بالای زن بیچاره اجرا میشه. نوبت مرد که رسید از همه چیز معاف است. اگر یک زنی
در بین مردم شایع باشه که یک مردی این رو مثلا 10 سال پیش خواستگاری کرده باشه، همه به دیده شک و عیب به او میبینن که انه یک گناه مرتکب شده. اما همین جنابان عالی خودشان 100 بار زنا کردن، دختربازی، زنبازی کردن، لواطت کردن، اما کسی به اینا چیزی نمیگه. که انه دین، احکام شریعت فقط برای زن هاست. نه، برای زن و مرد است. والله همونطوری که زن محاسبه میشه، مرد بدتر از او محاسبه میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که لکل ابن آدم حظه من الزنا، هر کس از فرزندان آدم اون نصیبش از زنا رو میگیره. الان که زنا گفتم، همه شما فکرتون را به طرف این که یک مردی میره با یک زن نامحرمی هم بستر میشه، به او نزدیکی میکنه، به این میگن زنا. نه، زنا تنها اون نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فزنا العین النظر، زنای چشم نگاه کردن است. چشم زنا میکنه. زنای چشم چی است؟ نگاه کردن است. و زنا اللسان المنطق، و زنای زبان حرف زدن است. همین که شما مثلا یک دختری از کوچه رد شد، بهش ببین قدشو نگاه کن، یا بهش یک متلک بندازی، یا حرف زشتی بزنی، این زناست. زنای زبانت. زنای چشم دیدن، زنای زبان متلک انداختن، شوخی کردن، حرف زدن. والآذان زناهم الاستماع، زنای چشم گوش دادن است. یک دوتا مثلا زنی دارن جای صحبت میکنن، طرف نشسته داره گوش میکنه، از صدای اونها داره لذت میبره. موسیقی که خواننده زن داره میخوانه، خواستن اشعار و موسیقی هایی که مثلا کلمات جنسی در رو استفاده شده باشه، داره لذت میبره. این گوشات داره زنا میکنه. این زنای گوش است. والیدان یزنیان فزناهم البطش، دستانت زنا میکنن. طرف میره در مترو، در ایستگاه اتوبوس، در کوچه و بازار، در بازارهای شلوغ، میره از کنار یک زنی رد میشه، عمدن دستشو میزنه به بدن این زن. حتی متاسفانه بعضیا در وقت حج و عمره این کارا رو میکنن. این زنای دست است. فردا روز قیامت این دست شما به عنوان یک زناکار در پیشگاه الله سبحانه و تعالی محاکمه میشه. و رجلان یزنیان، پاها زنا میکنن. فزناهم المشی، به طرف سینما رفتن، به طرف فسق و فجور رفتن، به دنبال یک زن مثلا بی حجابی، بد حجابی، نیمه عریانی در کوچه و بازار رفتن. امروز چقدر بسیارن جوانهایی که روزای تعطیل خاصتن کجان؟ در فلان مول، در فلان مارکت، در فلان کوچه، در فلان بازار، در فلان میدان شلوغ. برای چی؟ به دنبال زنها و دخترای مردم. این پاهایش داره زنا میکنه، چشمانش داره زنا میکنه، زبانش داره زنا میکنه. والفم یزنی و زناه القبله، یا قبلو، دهان انسان، لبهای انسان زنا میکنه. و زناه قبلو، بوسیدن. یک مردی یک زن نامحرمی رو میبوسه، این زنا هست. پس همه وجود انسان باید از زنا دور باشه. ببینید الله سبحانه و تعالی، من این رو برای شما از قرآن کریم نشون بدم که در ذهنتون بمونه. الله سبحانه و تعالی ببینید در چند جای قرآن در حدود که ذکر میکنه، مثلا میگه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به فواحش، به اعمال زشت نزدیک نشوید. در اینجا میگه ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشوید. ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید.
ولا تقربوا مال الیتیمی، به مال یتیم نزدیک نشوید. اصلا نزدیک نشوید. چرا میگه نزدیک نشوید؟ چون انقدر اینا خطرناکن که اگر نزدیک شدی وارد گناه میشی. بعضی گناه ها هستن که این گناه ها تا که شما به لبه اون نرسید مرتکب گناه نمیشوید. مثلا مثل قتل. تا که طرف رو زندگیش رو از بین نبری تو قاتل نمیشی. اما زنا اصلا میگه نزدیک هم نشو، اصلا از فاصله دور نزدیک نشو. چرا؟ چون وقتی که به زنا میخوای نزدیک بشی، این نیست که شما مستقیما میرید هم بستر میشید. اول چشمت زنا میکنه، بعد گوشت زنا میکنه، بعد زبانت زنا میکنه، بعد دستت زنا میکنه، بعد پایت زنا میکنه. آخرین مرحله این است که با طرف هم بستر میشی. پس زنا یک سری مقدمات داره. الله متعال وقتی میگه که بعضی از حدود الله سبحانه و تعالی میگه که تلک حدود الله فلا تقربوها، این حدود الهی است که به اون نزدیک نشوید. در جای دیگه میگه تلک حدود الله فلا تعتدوها، این حدود الهی است که از این گذر نکنید. مثلا جای یک خط سرخی است، بالاش نوشته که بعد از این خط سرخ منطقه مینگذاری است، لطفاً از این خط سرخ عبور نکنید. این خط سرخ همون تعتدوها که اصلا عبور نباید بکنید. چون مثلا طرف رو زدی، فوش دادی، هر کاری کردی، اما اگر گردنش رو زدی یا بهش شلیک کردی یا چاقو بهش زدی، دیگه از خط سرخ رد شدی، دیگه کار تمام است. اما در اینجا میگه فلا تقربوها. به خاطر این در مورد زنا، در مورد مال یتیم، در مورد فواحش میگه ولا تقربوها، فلا تقربوها، نزدیکش هم نشوید. یعنی چی؟ اگر میبینید که اونجا یک شهری است، مثلا به شما میگه که به شهر مثلا برلین نزدیک نشوید، به لندن نزدیک نشوید. چرا؟ میگن در شهر لندن مثلا یک وبایی است که اونجا مردم همه یعنی دچار این وبا شدن، یک بیماری خطرناکی گرفتن. اگر شما در نزدیکی شهر لندن هم برسید، امکان داره که شما مبتلا به این بیماری شون، هوا آلوده شده. به این معنی است که شما به زنا اصلا نزدیک نشوید، یعنی مقدمات زنا رو هم انجام ندهید. مقدمات زنا چی است؟ نظرتون، فبسمتون، فسلام، فکلام، فموعد، فلقا. 6 مرحله است. نظرتون یعنی نگاه کردن، بسمتون یعنی خندیدن، لبخند زدن، فسلام سلام دادن، های، فکلام صحبت کردن، فموعد اپایمنت گرفتن، یک موعد گذاشتن، یک جایی با هم دیگه قرار گذاشتن، فلقا بعد از اون دیگه کار از کار میگذره. به خاطر همین ولا تقربوا الزنا یعنی به مقدمات زنا هم نزدیک نشوید. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم هم نزدیک نشوید. یعنی نکنید مقدماتی درست نکنید که فردا برید مال یتیم رو بخورید. بعضی اصلا چیکار میکنن؟ یتیمی است مثلا فرزندان برادرش مونده، زمین زیادی از برادرش مونده، فرزندا دیگه الان صاحب این املاک هستن، منتظر این هستن که اینا بزرگ بشن، مثلا به سن بلوغ برسن که بعد اینا صاحب بشن این املاک پدرشون رو. عمو یا کاکای خدا ناتش چیکار میکنه؟ دختر برادرش رو میگیره برای بچهش، یا دختر خودش رو میده به بچه او. یعنی این همه مقدمات به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه فردا اگر مال پدر اینها، ارث پدر اینا تقسیم شد، نصیبی هم برای این برسه. این چی است؟ الله میگه این مقدماتش رو هم انجام ندهید که در ارث و طمع میافتید، یک وقت مال یتیم رو میخورید و الله سبحانه و تعالی شما رو به جهنم میندازه. پس برادر عزیز و بزرگوار که این سوال رو کردید، وقتی که انسان در راهی می نشینه و در اونجا مرتکب این گناه ها میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از این کار شدیداً در یک حدیث منع کردن. ایاکم والجلوس علی الطرقات،
وای به حالتان اگر در راه ها بنشینید. ایاکم والجلوس علی الطرقات، وای به حالتان اگر در راه ها بنشینید. یکی از صحابه میگه یا رسول الله اینما هی مجالسنا نتحدث، یا رسول الله ما که در یک جایی میشینیم این مجالس ماست. مثلا دیدی باشید در بعضی مناطق قدیم، شهرهای قدیم مثل اصفهان، تهران، قم، بعضی شهرهای قدیمی هست، یزد، اینجا همدان، قهوه خانه‌ای بود سر کوچه، بعد از عصر پیرمردان می نشستن چای می خوردن، در مورد مشکلات جامعه خودشون حرف و چیز بود. صحابه هم گفتن یا رسول الله ما گاهی اوقات که میشینیم تو یک جایی و در مورد مشکلاتمون صحبت میکنیم، درد دل میکنیم با هم دیگه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فاذا ابیتم الا المجالس، اگر فکر میکنید که هیچ چاره ای ندارید مگر اینکه در این مجالس بنشینید، فاعطوا الطریق حقها، حق راه رو بدهید. صحابه حیران ماندن یا رسول الله حق راه رو چطور بدهیم؟ مثل امروز شاید فکر بکنید که حتما یک تکسی از مالیاتی است باید بدهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن حق راه رو بدهید. فرمودن که یا رسول الله حق راهش دیگه چی است؟ چگونه حق راه رو بدهیم؟ فرمودن غض البصر، چشم پوشی از نامحرم. دختر مردم که رد شد روتون رو برگردنید، بله اسخر آقا چطوری، حالت خوبه، چه خبر، کاروبار خوبه. نه اینکه به پا رو نگاه کن، قدش رو نگاه کن، چادرش رو نگاه کن، چشماش رو نگاه کن. نباید نگاه کرد. برگردان، مشغول بکن خودتو، بذار رد بشه. این کار یک بار تجربه بکنید، یک حلاوت، یک شیرینی در درونتون احساس میکنید. این همون حلاوت ایمان است. و کف الاذى، کسی رو اذیت نکنید. در طرف میشه ای فلان، کله فلان. در مملکت ما متاسفانه خیلی این مشهور است، کله فلان، لنگ فلان، بچه فلانی، نمیدونن، مردم اذیت میکنن، مردم رو با ضمایر بسیار زشت صدا میکنن. ولا تنابزوا بالالقاب، لقب‌های زشت بالای هم دیگر نگذارید. این فسق است. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، چه بد است که نام فاسق بالای انسان گذاشته شود بعد از اینکه انسان ایمان آورد. پس این کارو نکنید، اذیت نکنید مردم رو، راه رو نبندید برای مردم. بعضی مردا رو دیدی 4 تا لندهور نشستن وسط کوچه، راه رو بستن، یک زن حفیفه محتشمه محجبه میخواد رد بشه، خجالت میکشه. 4 تا لنده‌غر به قول افغانی یا 4 تا لندهور به قول ایرانیان نشستن سر کوچه، یک زنی میخواد رد بشه، خجالت میکشه. این کارو نکنید. ورد السلام، ورد السلام، سلام رو جواب بدید. یکی رد میشه سلام علیکم، میگه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یا وقتی یک پیرمردی، یک آدم بزرگی رد میشه سلام بهش بدید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احترام بزرگترها، شفقت، مهربانی به خردسالان. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مدینه شدن شعارشون چی بود؟ افشوا السلام، سلام رو در بینتان پخش بکنید. اطعموا الطعام، به مستمندانتان، به گرسنگانتان غذا بدهید. صلوا والناس نیام، نماز بخوانید در حالی که مردم در خوابن، یعنی تهجد بخوانید. والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، امر به معروف و نهی از منکر بکنید. این حق راه است. کدام ما این حق را ادا میکنیم وقتی سر کوچه هستیم، وقتی در یک مجلسی نشستیم؟ از امر به معروف نهی از منکر کردن مردم خجالت میکشن. یک کسی رد میشه، مثلا یک عمل زشتی رو داره انجام میده، من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فمن لم یستطع فبلسانه فمن لم یستطع فبقلبه. اگر یک منکری رو یک جای دیدید با دستتون تغییر بدید، نتونستید با زبانتون تغییر بدید، نتونستید در قلبتون بد ببینید. پس حق راه رو باید ادا کرد. حق راه رو ادا میکنید، در اون موقع میتونید در سر کوچه و بازار بنشینید، اونم در مجالس، نه اینکه برید اونجا به خاطر اذیت و آزار مردم یک پاتوقی درست بکنید و در اونجا بنشینید. این از سوال این برادر عزیز گرامی که 4 شماره اخیرشون 9335 بود.
بیننده از این نوشه کسانی که جن دارن اما کارهای خلاف شرع انجام نمیدن، یعنی کارهای راستی میکنن، چه قسم است؟ جواز دارد؟ من خودم از همین مردم ها هستم. ببینید بعضی از انسان ها جن حق است. در قرآن کریم آیات صریح و آشکار داریم در سوره جن که مخلوقاتی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی هستند، از آتش آفریده شدند و جنها مسلمان دارند، کافر دارند و جنهای غیر مسلمان با شیاطین همکار هستند گاهی اوقات برای ایجاد وسوسه و بعضی از ایجاد مشکلات برای انسان ها. پس جن وجود داره. بعضی از انسان ها جن ندارن، توهم دارن. بعضی از حالات نفسی است، حالات روحی روانی است، نیاز به مراجعه به روانپزشک دارن. ادعا میکنن والا ما جن داریم، ما شیطان داریم، ما فلان داریم، کافر است، مسلمان است، این میکنه و میکنه. هست بعضی از انسان ها هستن و بعضی از انسان ها توهم دارن. بعضیا جن دارن، بعضیا توهم دارن. انسانی که حس میکنه که همچین چیزی داره باید اذکارش رو هیچ وقت ترک نکنه. اذکار صبح و شامش رو ترک نکنه. خواندن آیت الکرسی، معوذتین، خواتیم سوره بقره، اینا رو هیچ وقت ترک نکنید. اذکار بعد از نمازتون رو ترک نکنید و وارد میشید به خونه، خارج میشید از خونه، این اذکار رو هیچ وقت ترک نکنید. سوار ماشین میشید و انشاءالله الله سبحانه و تعالی این حالت رو از شما دور بکنه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد محترم، میشنوید؟ بله بفرمایید. استاد محترم قربانتون شم، تشکر که به زنگم جواب دادی. استاد من یک سوال دارم که هرچی کوشش کردم من پاسخش را پیدا کردم نتونستم تا لایی که باشه با شما زنگ بزنم پرسان بکنم در مورد جادو. بله ببینین استاد، ما و از استاد شیخ عبدالسلام عابد از اونا شنیدیم، از دکتر صاحب شهید ایاز نیازی، از این علمای ما شنیدیم که همین چهارقل شریف و آیت الکرسی شریف جادو را رد میکنه. بله. اما استاد اگر کسی نفهمه که جادو شده است، یک کدام احساس نداره ولی میایه سر بعضی کسا میایه یه چو سر خود نفهمه خداوند چی میکنه استاد، خداوند نقشش چی از اینجا. یک سوال می است. سوال دیگه ما ای است که وقتی که کسم اسم میکنه که ما جادو شدیم و میخواید که می چهارقل شریف بخوانه و آیت الکرسی شریف بخوانه بعد از هر نمازش، چگونه استاد ای بفهمه که این جادویی که بر سرش شده باز شده؟ استاد ما امیدوار هستم که یک جواب کامل دریافت بکنم، چون من خودم استاد همین احساس میکنم که من تو احساس میکنم که جادو شدیم و مشغول بعد از هر نمازم میخوانم استاد نه همین چهارقل شریف و آیت الکرسی شریف، ولی احساسش نمیکنم که چون خب سوال اولتان را من دقیق متوجه نشدم. یعنی شما میفرمایید که شما جادو شدید، الان در اینجا نقش الله سبحانه و تعالی چی است؟ یعنی آیا الله خواسته که شما جادو شوید؟ سوال شما این است؟ نه استاد، سوال من این است. سوال من ترون که کم واضح بگویم، کسی که مثلا جادو میشه و اون نمیفهمه که جادو شده، اصلا از سرش به اندازه یک بوی یک غذایی که از یک افغانه یک همسایه میایه اینه قدر هم سرش حس نمیبره، اوی دمالت جادو میمانه و خداوند نقشش ده اینجا چی است استاد؟ این یکی سوال اول ما همی بود استاد. نقش خدا چی است یعنی چی؟ یعنی چرا الله متعال اینو آشکار نمیکنه برای این طرف؟ یکم واضح تر بگید استاد. یعنی مثلا خدای نخواسته کم واضح تر ما مثال بدم، خدای نخواسته مثلا ما جادوگر باشیم، چون مثالا رو سر خود میاریم کم بحث باشن. درست. ما اگه نفر جادو میکنم اسمش از احمدی، احمد هیچ نمیفهمه که جادو شده، ای تا آخر عمر احمد دی جادو اگر بسته بمانه، آیا خداوند به خاطر ای بندش کار نمیکنه؟ یعنی خداوند درست متوجه شدم نمیکنه که جادوی ازی باز شود. متوجه شدم
متوجه شدم. بله استاد. سلامت. خیلی سوال مهم است استاد. من منتظر هستم که جوابش بگیرم. ان شاء الله. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر قربانتون. خدا حافظ. ببینید برادر عزیز، خداوند مخلوقاتی را آفریده، جنها هستند، مخلوقاتی را آفریده، شیاطین هستند، مخلوقاتی را آفریده، ما انسان ها هستیم. این یک مثلثی است که ما در داخل او زندگی میکنیم از نگاه روحی، چون مسائل فیزیکی نیست، مسائل میتافیزیکی است. بعضی کسایی که به الله و به آخرت و به این چیزا ایمان ندارن کلا منکر اینا هستن، میگن امواج است و نمیدونم فلان است و اشعه است و فلان اینا هست. اما ما که مسلمان هستیم به این اعتقاد داریم که مخلوقات الهی هستن، جن هست، شیطان هست، انسان است و ما متاسفانه یا خوشبختانه در یک زندگی مشترک با اینها داریم. در زمین، اینا در آسمان ها هستند، ما در زمین زندگی میکنیم. این که مثلا چرا یک جن، یک شیطان میتونه یک انسانی رو سحر بکنه، جادو بکنه، به اذیت و آزاری برسانه؟ چرا نداره؟ انسان هم به هم دیگه اذیت و آزار میرسانن. شما در مغازه یک نفری کار میکنید، طرف به شما اعتماد کرده و رفته مغازه رو رها کرده. وقتی که اون نیست شما دخلش رو باز میکنید، $1000 میزنید به جیبتون، طرف متوجه نمیشه. اما اگر همین مغازه‌دار یک دوربین اون بالا نصب بکنه، اون بالا که به طرف اون دخلش باشه، به طرف گاف صندوقش و به طرف خزانهش باشه، شما جرئت نمی‌کنید که از جا پول بردارید. چرا؟ چون میدونید که شب که آمد یا فردا میاد دوربین و مداربسته رو باز میکنه، چک میکنه که سر دخل شما رفتید پول گرفتید، متهم میشید، با سند و مدرک شما رو تحویل پلیس میده. الله سبحانه و تعالی اونها مخلوقاتی هستن مثل ما انسان ها، وقتی به هم دیگه میتونیم ضرر برسانیم اختیار داریم، اونها هم همچین اختیاراتی دارن. الله سبحانه و تعالی برای اینکه ما از ضررهای اونها در امان بمانیم، مثلا همین مثالی که دادید، احمد جادو شده، خبرم نداره جادو شده، پس الله سبحانه و تعالی نقشش در اینجا چی است که تا آخر عمر این باید زجر بکشه؟ اگر احمد به فرموده های الله سبحانه و تعالی عمل میکرد آنطوری که باید شاید، اصلا جادو نمیشد. تعجب میکنید؟ تعجب نکنید، اصلا جادو نمیشد. ببینید الله سبحانه و تعالی به اشکال مختلف به ما این را در قرآن بیان کرده. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا، کسی که از ذکر من، از قرآن من، از دین من روی گردان میشه، زندگی تنگ و بدبختی و مصیبت باری خواهد داشت. بعضی از چیزها به شکل مجمل در آیات و احادیث ذکر شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که اذکارش رو انجام میده، کسی که اون ذکرهایی که در صبح و شام و بعد از نماز و قبل از خواب و بعد از خواب و اینا رو انجام میده، الله سبحانه و تعالی او رو در داخل یک حصن قرار میده. حصن میدونید یعنی چی؟ حصن یعنی قلعه، در ایرانی بهش میگن دژ، قلعه، یعنی در داخل یک قلعه قرار میداد که هیچ جن و شیطانی و انسی نمیتواند به او ضرر برساند. اگر ما از کارمان را ترک نکنیم، مثلا از صبح از خواب بیدار شدی، از کارت رو بخوانی، اصبحنا و اصبح الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و یمیت و هو على كل شيء قدیر. شما مثلا این دعا رو با ترجمه بخوانید، اصلا روحیه میگیرید، اصلا قدم به قدم فکر میکنید که شما داخل یک قلعه مستحکم دارید میشوید، داخل یک پناهگاهی دارید میشوید که هیچ ضرری به شما نمیرسد. الان مثلا میگن که حمله هوایی است، حمله موشکی است، اما میرن در پناهگاه ها. این پناهگاه الهی است. شب که میشه امسینا و امسى الملك لله والحمد لله ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي و یمیت و هو على كل شيء قدیر. اللهم بك امسینا و بك نحیا و بك نموت و الیک النشور. این دعا رو که میخوانید خود به خود یک آرامش به شما دست میده. این آرامش چی است؟ این آرامش شما دارید وارد اون قلعه الهی میشید، دارید وارد اون حصن میشید که الله سبحانه و تعالی برای شما آماده کرده. قبل از خواب، قبل از اینکه سرتون رو در رخت خواب بگذارید، اذکار نوم رو بخوانید. باور کنید شاید بیش از 25 سال می شود که اذکار نوم رو
انشاءالله که هیچ بار ترک نکردم، الا گاهی که اگر بستر بودم در بیمارستان در حالت بیهوشی باشه همه چیز باشه ترک نکردم. باور میکنید میتونم قسم بخورم که هیچ خوابی ندیدم، هیچ خواب بدی ندیدم. بابا جان امر الله سبحانه و تعالی است و فرموده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. الله و رسول که دروغ نمیگن به ما. این اذکار رو انجام بدهید، نه جن، نه شیطان، نه سحر، نه جادو، نه نظر، هیچ چیز به شما تاثیر نمیکنه. صبح که فرزندتان را از خانه به طرف مدرسه، به طرف مهد کودک دارید میبرید، دستتون رو بگذارید رو سرش یا بذارید یا نذارید فرق نمیکنه. اعیذک بکلمات الله التامه من کل شیطان وهامه و من کل عین لامه. این دعا رو بخوانید. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده در اون روز شما فرزندتون را به الله می سپارید، از شر شیطان، از شر نظر به الله می سپارید. امانتداری بالاتر از الله هست، حافظی بهتر از الله هست. برادر عزیز، ما این ذکرها رو نمی کنیم، برای فرزندان ما رو نمی خوانیم. ببینید وارد توالت میشید، وارد بیت الخلا میشید، الله متعال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته یک دعا بخوانید. میخوانید؟ نمیخوانید. زن و مرد لخت میشن در اتاق خواب، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که دعا بخوانید قبل از اینکه با هم دیگه جماع میکنید، قبل از اینکه هم بستر میشوید. میخوانند؟ نمیخوانند. بعد خدا که یک بچه کلوکوری بهشون داد یا یک دیوانه‌ای که به دنیا آمد، میگه این از کجا شد؟ چرا؟ چون که ذکر الله سبحانه و تعالی را فراموش کردی. هر کسی که اذکارش رو، این اذکار صبح و شام رو، اذکاری که سبحان الله برای هر کار ما سوار ماشین میشید، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. بخوانید. از تصادف، از قضا، از قدر، از همه چیز الله سبحانه و تعالی شما را حفظ میکنه. پس احمد باید خودش رو ملامت بکنه که چرا جادو شده، نه اینکه الله متعال رو ملامت بکنه. چون الله متعال مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در خونه‌ای که سوره بقره خوانده بشه در اون خانه جن و شیطان وارد نمیشه. و من تحدی میکنم، چالش میدم که در خانه‌ای که سوره بقره خوانده بشه سحر، جادو، نظر، شیطان، جن هیچ چیز تاثیر نمیکنه. یکی بگه آقا انصاری چرا مطمئن هستی از این حرفت؟ بله مطمئن هستم، چون صادق المصدوق محبوب رب العالمین محمد مصطفی نبی اعظم خاتم الانبیاء و رسول فرمودن و راست گفتند. چون یقین و ایمان دارم که وقتی چیزی رو پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن 100% درست است. بخوانید اگر تاثیر کرد سرتان، هر چی میگفتید بگید، با ایمان، با یقین. پس برادر عزیز، سحر، جادو، شیطان، جن، اینها وقتی انسان اثر میکنه که اینا یک منفذی، یک مخرجی، یک مدخلی، یک دروازه، یک چیز رو ما برای اونها باز بگذاریم. تو اگر همه درها رو برای اونها ببندی توسط اذکار، هیچ ضرری به تو نمیتوانند برسانند. سوال دیگرشون این که چطور انسان بفهمه که سحر و جادو شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعضی از علاماتش رو بیان کردن. گاهی اوقات انسان فکر میکنه که یک کاری رو کرده در حالی که اون کار رو نکرده. دلتنگی، نفرت داشتن از ذکر الله سبحانه و تعالی، از آیات قرآن. بعضی رو دیدید صدای قرآن بهشون بر میخوره، خوششون نمیاد. و خوابهای عجیب و غریب دیدن، خاصا خوابهایی که در اون مثلا حیوانات وحشی و درنده و سگ سیاه و گربه سیاه و این چیزها رو دیدن. نفرت داشتن از همسر، نفرت داشتن از فرزندان، دلگر نبودن به زندگی، اهمیت ندادن به خانه و خانواده و اینها. و علامات خیلی زیادی داره سحر و جادو که هر کسی این علامات رو در خودش حس کرد. من قبلا یک
نسخه رو بیان کرده بودم، بازم خیلی مختصر خدمت شما بیان میکنم. 7 بار سوره فاتحه، 7 بار سوره اخلاص قل هو الله احد، 7 بار قل اعوذ برب الفلق، 7 بار قل اعوذ برب الناس و 7 بار آیت الکرسی رو و 7 بار خواتیم یعنی دعای آخر سوره بقره رو، این رو بخوانید، بر بدن خودتون بدمید، در یک ظرفی که در او کمی نمک، زعفران بسیار خیلی کم باشه در او بدمید، با او غسل بکنید و حتی به گوشه‌های خانه، با این بیف بافایی هست که برای شیشه پاکن استفاده میکنن، به گوشه خانه‌های خودتون هر بار که میزنید بسم الله بگید. این خونه شما را تبدیل میکنه به یک قلعه مستحکمی که هیچ جن و شیطانی نمیتواند هیچ اثری در اون داشته باشد. این جواب سوال برادر عزیز و بزرگوار ما. بیننده در مورد حوثی‌های یمن پرسیدن. من چند روز قبل یا چند هفته قبل در موردشون صحبت کرده بودم، امیدوارم که دوستان کلیپش رو پخش بکنن که عزیزان در مورد اونها هم اطلاع داشته باشن. خب یکی از بینندگان سوال کرده که کتاب‌های شیعیان که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را توهین کردن، نام‌هایشان را برایم بفرستید. در همه کتاب‌هاشون هست، در وسایل شیعه هست، در کافی هست، در بهار الانوار هست، در همه کتاب‌هاشون توهین کردن به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در همین کانال یوتیوب ما اگر سرچ بکنید کلیپ‌های زیادی هست که در این مورد ما از کتاب‌هاشون خدمت شما عزیزان آوردیم و نشون دادیم که چه توهین‌ها و اهانت‌هایی کردن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. خب بیننده نوشتن که مسلمانان کی پیروز میشوند؟ در هر گوشه دنیا در کشورهای اسلامی جنگ و فقر و درگیری است. چرا؟ ببینید برادر عزیز، برای پیروز شدن فقط مسلمان بودن کافی نیست. در این دنیا هر کسی که اسباب رو بگیره پیروز میشه، چه کافر باشه چه مسلمان باشه. یعنی فکر نکنید که چون که ما مسلمان هستیم الله سبحانه و تعالی از آسمان برای ما یک سری ملائکه رو میفرسته، جلوی ما میرن، تانکای دشمن رو نابود میکنن، توپ و هواپیماهاشون رو نابود میکنن، بعد ما میریم پیروز میشیم، قدرت رو میگیریم، بعد مشغول عیش و نوش میشیم. نه اینطوری نیست. لیس للانسان الا ما سعی، برای انسان نیست مگر آنچه که برای او سعی و تلاش کرده باشد. ما امروز هر چه که داریم، لباس ما، کامپیوتر ما، سلاح ما، تلفن ما، حتی قلمی که استفاده می کنیم، دفتر و کتابش، حتی لیوانی که داریم از کشورهای کفری میاد. از آمریکا، از انگلیس، از چین، از تایلند، از کوریا. میریم بازار سعی میکنیم که چیزایی رو بخریم که از کشورهای کفری است، از کشورهایی که به اصطلاح دشمن مسلمان ها هستند. چرا؟ چون خود ما نداریم. وقتی خود ما، حتی لباس ما از کشورهای کفری میاد برای ما، حتی جای نماز ما در چین برای ما ساخته میشه، جای نمازی که ما روش نماز میخونیم، حتی قرآن هایی که ما میخوانیم، مصاحفی که در خانه ما داریم، کاغذش یا از ایتالیا است یا نمیدونم از تایلند است یا از چین است یا از کشور کفری است. وقتی ما مسلمان ها می توانیم پیروز بشویم که خودکفا باشیم، صاحب علم باشیم، صاحب معرفت باشیم، ما همه چیزمون از کفار، حتی در مساجدی که در اونجا دعا می کنیم، بلنگوی ما، فرش ما، رنگ و روغن مساجد ما همه از کفار، بعد در اونجا دستمون رو بلند بکنیم که اللهم انصرنا علی قوم الکافرین، خداوند میزنه به سر ما میگه تو چی داری که من تو رو پیروز بکنم بر قوم کافرین؟ تو رو پیروز کردم بر قوم کافرین، چه دستگلی به آب خواهی داد؟ تو که اگر من تو رو پیروز بکنم بر قوم کافرین، تو جهان رو تو خراب میکنی. تو تکنولوژی ما نداریم، پیشرفت علمی ما نداریم. یک دانشگاه اسلامی در یکی از کشورهای اسلامی رو نشان بدهید که رهبران دنیا رو به دنیا تقدیم کرده باشند، علما در کیمیا، در فیزیک، در تکنولوژی به دنیا تقدیم کرده باشند. نداریم. روزی که داشتیم
دانشگاه بغداد رو داشتیم، دانشگاه های قرطبه و غرناطه رو داشتیم، اندلس رو داشتیم، اسپانیای امروزی، که از جهان غرب می آمدن علمای اونها در دانشگاه های ما درس می خواندن. اون وقت ما رهبری دنیا رو داشتیم، اون وقت ما پیروز بودیم. یقین داشته باشید که الله سبحانه و تعالی، تو عبا و قبا و 1 متر ریش بگذار و امامم به سرت ببند و یک قبا هم بپوش و بعد برو گوشه مسجد اللهم انصرنا علی القوم الکافرین، اینطوری خدا هم پیروزت نمیکنه. اسباب پیروزی رو باید داشته باشی. رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاهد تربیت کردن، اخلاق ایمانی تربیت کردن و بعد از اون چی گفتن؟ وعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که آیه قرآن نازل شد، وعدوا لهم ما استطعتم، قوه را آماده کنید، یعنی سلاح آماده کنید. در حدیث میفرمان که الا ان القوه الرمی، قوه‌ای که در اینجا است تیراندازی است. تیر تو از دشمن، سلاح تو از دشمن، همه چیز تو در دست دشمن. حتی هواپیماهایی که امروز در کشورهای اسلامی F-16 و F-18 و F-35 که در کشورهای اسلامی است، با یک دکمه آمریکا میتونه که همه اونها رو از کار بیندازه. هیچی نداریم از خود ما. چطور ما رو بر قوم کافرین پیروز بکنه؟ شاید بعضی بگن بله طالبا پیروز شدن، بله حماس داره میجنگه در مقابل. با چی دارن میجنگن؟ با دم و دعا که نجنگیدن. قرآن کریم رو که در صف اول نبردن در مقابل نیروهای دشمن که قرار ندادن، با سلاح جنگیدن، با سلاح پیروز شدن، با قوت پیروز شدن. وقتی تو سلاح داشتی، قوت داشتی، تکنولوژی داشتی، علم داشتی، معرفت داشتی، در اون وقت است که الله سبحانه و تعالی ان تنصر الله ینصرکم، ایمانم داشتی، بعد الله سبحانه و تعالی به تو کمک میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین یارانشون در جنگ بدر بردن، همه قوت و نیرویی که داشتن با خودشون بردن. خداوند 5000 ملائکه رو به کمکشان فرستاد. ما امروز هیچی نداریم، باز میخوایم که ما پیروز بشیم. آیا الله سبحانه و تعالی ما مسلمانهای جاهل و عقب مانده و بی علم و بی فرهنگ رو بر کفار پیشرفته و مدرن و دارای تکنولوژی پیروز میکنه؟ نه خیر. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تا وقتی که علم نداشته باشیم، تا وقتی که تکنولوژی نداشته باشیم، تا وقتی که نیرو نداشته باشیم، تا وقتی که علم و معرفت نداشته باشیم، الله سبحانه و تعالی ما رو بر اونها پیروز نمیکنه. وقتی که علم داشتیم، معرفت داشتیم، سلاح داشتیم، سلطان محمد فاتح استانبول رو که فتح کرد، با دم و دعای 4 تا ملا که فتح نکرد، بزرگترین توپ رو در اون زمان ساخت. بزرگترین توپ یعنی ابرقدرت نظامی جهان اسلام در اون زمان کی بود؟ خلافت عثمانی بود و سلطان محمد فاتح بود. این بزرگترین توپ رو ساخت که بعد از اون توانست شهر استانبول رو، دژهاش و دیواراش رو بشکنه. اگر این رو نمی ساخت میتونست استانبول رو فتح بکنه؟ با دم و دعا که نمیتونست فتح بکنه. اسلام، دین، دنیا با عاطفه و با احساسات فتح نمیشه، با قوت فتح میشه. وعدوا لهم ما استطعتم من قوه. ما قوت رو باید آماده کنیم، ما علم رو امروز دنیا به طرف علم و تکنولوژی و پیشرفت داره میره. در مملکت ما هنوز هم داد و بیداد ما سر این است که بالا زن باید مکتب برود یا نرود، تحصیل بکند یا نکند. مردم در فکر پیشرفت و علم و معرفت و ساختن بمب‌ها و سلاح‌ها و هواپیماهای پیشرفته و گوناگون هستند. در مملکت ما جنگ و دعوا سر این است که ریشت باید چند سانتی متر باشد، لباست باید چطوری باشد. با عاطفه و با احساسات پیروز نمیشیم. تا وقتی که ما قیادت علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی و نیرو و قوت رو به دست نداشته باشیم پیروز نمیشیم. کسانی که در این خواب و خیال هستن بیدار بشوند.
دوستان عزیزی که ویدیویی تماس میگیرن لطفاً ویدیویی تماس نگیرید. فقط یکی از مسائل مهمی که فراموش کردم بگم، ما امت اسلامی همه رو بگم، تنها افغانستان، کل مسلمان های دنیا در کل جهان اسلام بگردید شما، تعداد ساعاتی که یک مسلمان کتاب مطالعه میکنه رو، کل مسلمان های دنیا رو، فکر نمی کنم به اندازه شهر توکیو ژاپن باشد. همین شمایی که الان دارید این برنامه رو میبینید، همین دوستانی که الان آنلاین دارن در یوتیوب میبینن، بنویسید در کامنت برای من هر کدام از شما در طول هفته گذشته، یعنی از جمعه گذشته تا این جمعه، چند صفحه کتاب مطالعه کردید. بنویسید چند صفحه کتاب مطالعه کردید. در همین یک هفته گذشته متوسط مطالعه کتاب یک نفر ژاپنی 20 کتاب است متوسطش. این آمار رسمی است. 20 کتاب در یک هفته میخوانن. حالا فکر نکنید کتابای مثلا شاید 400 500 صفحه‌ای، نه، المهم کتاب میخوانن. 20 عنوان کتاب در یک هفته، متوسط مطالعه یک ژاپنی. متوسط مطالعه توی مسلمان در هفته گذشته چند صفحه بوده است؟ هر وقت که ما مسلمان ها متوسط مطالعه کتابمون از ژاپنیا بیشتر شد، بعد از اون ما میتوانیم از ژاپنیا پیشرفته تر شویم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام برادر. آلتافو بس جان تنجور است. دوام چرا امی شما را در بخیر استغفر الله. برادر یعنی هر خود میگه خود امی خوب اخش باشه. شما دعا میکنید یا بدعا میکنید برادر؟ شاید دیگه بسیار باز معذرت استرس هر خوب گرفته. استاد امی قرآن، امی سوره یونس آیه 38 را اگر برمن اگر توضیح بدهید که خداوند این منظورشان از این کلامشان چی است و علم همین چیزی که هست مادم علمش آگاه نیستم. خیر ببینید. کدام سوره؟ سوره یونس؟ بله بله، سوره یونس آیه 38. یا خود استرس پر گرفته. عرش باشه. طيب باشه، چشم، حتما انشاءالله صحبت میکنم. خداوند انشاءالله همیشه شما رو بخیر، کامیاب سلامت باشید. انشاءالله بخیر. سلامت باشید، زنده باشید. سوره یونس فرمودن آیه 38. دوستان عزیز اگر اینجا نشون بدید، در اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید هم یقولون افتراه، کفار میگویند که محمد صلی الله علیه و سلم این قرآن را ساخته است، این قرآن دروغی است که به خداوند نسبت داده است. اینطوری میگفتن قل فأتوا بسورة مثله، بیارید یک سوره مثل قرآن. امروز علما در حساب ترتیب سوره ها، صفات الهی که در آخر آیات بیان شده، در مورد عدد آیات سوره، در اعجاز عددی قرآن یک علم جداگانه است. ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین، غیر از الله هر کسی را که میخواهید صدا کنید. یعنی چی؟ یعنی یک چلنج الله متعال به همه بشریت میده، بگه همین 8 میلیارد انسانی که از همتون جمع بشید بیارید یک سوره مثل قرآن. امروز 4 تا جاهل نادان پیدا شه این قرآن اینطوری است، این حرف از الان نیست. زمانی که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن نازل میشد همین حرفا رو میزدن. الله متعال تحدی میکنه، چالش میده، میگه یک سوره مثل همین قرآن کریم بیارید.
بیننده عزیز سوال عجیبی کردن که اگر یک شخصی قرضدار باشد، پسرانش تا قبل از خلاصی قرض پدرش برایش دعا کنند، الله سبحانه و تعالی از عذابش حفاظتش میکند یا نه؟ تا زمانی که قرضش خلاص شود عذاب میشود. اولا کی به شما گفته که عذاب میشود؟ در اینجا مسئله عذاب نیست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که نفس المؤمن معلقه بدینه حتی یقضی عنه، یعنی نفس انسان، روح انسان معلق است به دینش تا وقتی که دینش پرداخته بشه. در اینجا مسئله عذاب مطرح نیست که حتما در دوزخ از عذاب بشه کسی که قرضدار است. دو نوع قرضدار ما داریم. یکی قرضداری است که قرض گرفت، میخواست بده، نیتش رو داشت، همیشه دعا میکرد، اما مشکلات آمد، سختی ها آمد، نتوانست، تصادف کرد، مرد، به مرگ طبیعی مرد، سکته کرد، از دنیا رفت. الان این طرف 10,000 20,000 100,000 مثلا قرضدار است. این معاملش جداست. شخص دیگری است، $10,000 قرض گرفت، $100,000 قرض گرفت، $200,000 قرض گرفت، پول هم داشت، جایداد هم داشت، زمین هم داشت، خونه هم داشت، اما نداد. هر روز دروغ میگفت، امروز فردا میکرد، فریب میداد. این معاملش جداست. هر دو اینا مردن. در مورد اولی الله متعال میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله سبحانه و تعالی بازخواست نمی کند هیچ نفسی را مگر به اندازه آنچه که مکلف شده است. این نیتش دادن بود. نیتش این بود که قرض خود را پرداخت بکند. تصادف کرد مرد، سکته کرد مرد. الله سبحانه و تعالی ظالم نیست. الله سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. این یکی دیگه داشت، حساب بانکیش هم پر بود، خانه داشت، زمین داشت، ماشین داشت، اما قرض میگرفت، قرض مردم رو نمیداد. این حسابش جداست. هر عمل انسان بستگی به نیت انسان داره. انما الاعمال بالنیات. و الله سبحانه و تعالی کسی که معذور باشه و کسی که قصد ادای دین رو داشته باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من اخذ اموال الناس یرید اداها عد الله عنه. کسی که اموال مردم رو گرفت و نیت ادا کردنش رو داشت، الله سبحانه و تعالی از او ادا میکند، از طرف او ادا میکند. یا در دنیا آسانی برایش میارد، یا در دنیا برکت در زندگیش عطا میکند که قرضش رو ادا بکنه، چون نیتش صادق است، نیتش پرداخت است. و من اخذ یرید اتلافها اتلف الله. و کسی که از مردم مالشان را، اموالشان را گرفت و نیتش تلف کردن اونو بود، نیتش خوردن بود، نیتش ادا نکردن بود، الله سبحانه و تعالی تلفش میکنه. هر دوی اینها، چه کسی که الله متعال از طرف او ادا میکنه، چه کسی که الله متعال او رو تلف میکنه، هم در این دنیا هم در اون دنیا. اینکه کسی که به شما گفته عذاب میشه، نه، این بستگی داره به نیت طرف. اما آیا وارثینش در این دنیا بگن که خلاص خدا از طرفش میده دیگه ما معاف هستیم؟ نه، شما باید از مالش، از ارثی که از او به جا مانده، قرض قرضداریاشو بدید. حسابش به دوش الله سبحانه و تعالی است. دارید بدید. اما یک نفر مثلا پدرشون از دنیا رفته، $100,000 قرضدار است، همه بچه‌هاش کل داراییشون رو جمع بکنن، خانه و زندگیشون و توشک و بالششون هم بفروشن، همش مثلا 1000 نمیشه. آیا اینا مکلف هستن که با این وضعیت دین پدرشون رو بدن؟ نه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما اگر داشتن یا در آینده خدا بهشون داد، باید بدن؟ بله باید بدن. باید قرض پدرشون رو ادا بکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوجان عزیز اگر اجازه باشد سوال ها موندگی رو تحت گذاشتم. خدایا خیر، بفرمایید. سوال درباره طلاق استاد اگر اجازه دید. بفرمایید. استاد جان، همین زن اگر طلاقش از شوهرش طلب کند حکمش چی است؟
اگر شوهر خودش طلاق زن دی هر چی هست، وقتی زن اگر طلاق شگیری در وقت عده نشستن میتواند در اونجا کار کند، فعالیت کند یا چی یگان بازار برود مغازه رود؟ ببین طلاق، مرد که طلاق میده طلاق، زن که تقاضای طلاق میکند بهش میگن خلع. خلع یعنی زن میرود از مهر خودش میگذرد تقاضای طلاق میکند در محکمه شرعی و هر کدام دلایل خودشو دارد. حالا بخوایم در مورد این به تفصیل صحبت بکنیم 2 ساعت برنامه لازم است. اما یک کسی که در وقت عده است فقط برای نیاز، مثلا سر کار میرود نیاز است، اگر کار نرود از گرسنگی میمیرد، قصدار میشود، از خانه میکشنش، کسی دیگری هم نداره که سرپرستی بکند، بله این مضطر است میتواند برود، اما نه اینکه آرایش بکند و تجملات بکند و خلاصه نظر مردم رو به طرف خود جلب بکند تا وقتی که عدهش میگذرد. برای نیاز و ضرورت میتواند از خانه خارج شود مادامی که کسی رو ندارد. خب استاد جان این عده نشستن 3 ماه هست یا اینکه 3 حیض است؟ 3 ماه هست، همون 3 حیض می شود تقریبا. خب فهمیدم استاد جان، هزار رحمت. استاد جان یک در حق همه تمام مسلمان ها دعا کنید. وقتی که استاد جان 1-2 دقیقه وقت میگیرم. بفرمایید. وقتی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان خلفای راشدین به مانند حضرت عمر بود، وقتی که تمام جهان با مانند روم و فارس و اینها می که اگر فهمد که مسلمان ها آمدن همه به لرزه می در اومد. امروز اگر مسلمان ها شروع همه به خنده می در استاد. خب بسیار قدر اسلام ما خدا پس کراسیم استاد جان. در حق همه مسلمان دعا کنید خداوند عزت و شرف دهد. آمین آمین. الله متعال به همه مسلمان ها عزت و شرف و سربلندی و برگشت به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نصیب بکند. حضرت عمر فرمودند ما قومی هستیم که الله متعال به وسیله اسلام به ما عزت داد. هر وقت که عزت رو در غیر از اسلام جستجو کردیم خداوند ما رو ذلیل میکنه. امروز افغان ما به افغانیتش مینازد، تاجیک ما به تاجیکیتش مینازد. کدام از ما به اسلام خودمان مینازیم؟ سلامت باشید برادر عزیز. وقتی چی نبود ما گفتن که عرب ها آمدن یا اینکه ترک ها آمدن، افغان ها آمدن، مسلمان ها آمدن گفتن. حاضر چی؟ اینا تاجیک ها آمدن یا افغان ها آمدن یا الا ترکیه و این همه متقدم شدیم، جدا شدیم استاد جان. در حق ما دعا کنید استاد. الله متعال حفظتان کند. الله متعال همه مسلمان را وحدت و همبستگی نصیب بکند برادر عزیز. سلامت باشید شما. الله یار نگهدار. سلام رحمت الله و برکاته. بیننده نوشتن جناب استاد یک تیشرتی دارم استفاده میکنه اسم یک بازیکن فوتبال است روی آن تیشرت. البته بازیکن خارجی و کافر است. من نماز میخوانم، آیا کدام مشکلی دارد؟ اگر فقط نوشته باشد اشکالی ندارد، اما اگر تصویر باشد با تیشرتی که بر روی تصویر باشد، چه تصویر ایوانی، انسانی، نقش و نگاری، نقاشی، نماز خواندن با اون تیشرت جایز نیست. اما یک جوان مسلمان هیچ وقت نباید اسم یک بازیکن کافری که باور کنید اکثر اینها انقدر در مذهبشان متدین و متعصب هستند، شما اونها رو احترام میکنید و تیشرتشون رو میپوشید و اسم اون رو فلان، اما اونها رو ببینید که از پول و داراییشون برای اسرائیل کمک میکنند تا گلوله درست بکنن و برادران و خواهران ما رو در فلسطین بکشن. و چه بهتر است که انسان این چیزها رو ترک بکنه. بیننده نوشتن که من تفقه ولم یتصوف فقط تفسق و من تصوف ولم یتفقه فقط تزندق. نظرتون در این مورد چی است؟ برادر عزیز، این عبارتی که نوشتن که در ارتباط با این قول یک صوفی سخنرانی میکرد برای علما، به نظر این قول فاسق خطاب کرد. نظر شما چیست؟ این یک حرف دروغی است، یک حرف مزخرفی است که درست کردن. ما در این نه قول پیامبر صلی الله علیه و سلم است، نه قول صحابه است، نه قول تابعین است. نسبت داده شده است به امام مالک. به امام مالک نسبت داده شده است و نسبت این قول به امام مالک درست نیست، چون ما در 300 سال اول، یعنی از سال اول هجری تا سال 300 هجری 300 سال ما اسمی از تصوف در جهان اسلام نبوده. یک عالم صوفی، یک کسی که اصلا گفته باشه من صوفی ام یا یک فرقه تصوف باشه،
در 300 سال اول نداریم. همه این خزعبلات به نام تصوف که آمده است بعد از قرن سوم هجری آمده است، یعنی در قرن چهارم. پس در زمان امام مالک اسمی از صوفی و تصوف نبوده و نسبت دادن این قول به امام مالک یک دروغ است و هر کسی که این رو گفته یک حرف مزخرف بیجایی است، هیچ صحتی ندارد. کسی نوشته که در مذهب امام ابو حنیفه اگر شخصی در مذهب امام ابو حنیفه باشد و نماز سنت را نخواند غیر از نماز صبح حکمش چیست؟ از مذهب خارج می شود و اگر گاهی بخواند و گاهی نخواند حکمش چیست؟ آیا از شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم محروم می شود؟ ببینید نمازهای سنت ربطی به مذهب امام ابو حنیفه نداره. امروز مردم فکر میکنن که هر کس سنت خواند حنفی است، هر کس سنت نخواند حنفی نیست. بابا جان، سنن رواتب امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح که در مسلم روایت شده است می‌فرماید که کسی که در یک شبانه روز 12 رکعت نماز نفل بخواند، که همین سنت هایی است که ما قبل از نماز فرض بعد نماز فرض می‌خوانیم، الله سبحانه و تعالی برای او خانه قصری در بهشت می‌سازد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مذهب حنفی و شافعی مالک حنبلی که نبود. این سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رسمی به مذهب ندارد، ربطی به مذهب ندارد. و کل مذاهب اسلامی اجماع دارند در این که این نمازهایی که قبل از فرض و بعد از فرض خوانده می شود اینها سنن رواتب، اینها نمازهایی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما سنت مانده است، ربطی به مذهب ندارد. اگر کسی خواند اجر و پاداش می گیرد، کسی که نخواند گناهکار نمی شود الا نمازهای سنتی که تاکید شده است، مانند 2 رکعت بعد از مغرب، 2 رکعت قبل از فجر. اینها تاکید فراوان شده است. علما میگن که کسی که اینها رو مداوم ترک بکنه، یعنی که انه مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ وقت ترک نمی کردن اینها رو. ثانیاً خواندن این سنت ها یک فایده بسیار بزرگی دارد. در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که اولین چیزی که در روز قیامت حساب می شود نماز است. فإن صلحت فقد افلح و نجح. اگر که نمازهاش صحیح بود پیروز میشه، نجات پیدا میکنه. و ان فسدت، اگر که نمازش قبول نشد فقط خاب و خسر، شکست خورد و ناکام شد. فإن انتقص من فریضته شیء، اگر از نمازهای فرضش چیزی کم بود، گاهی اوقات فراموش کرده، مثلا نماز عصر اصلا نخواند، اونجا که دیگه و مثقال ذره خیر یرى و مثقال ذره اونجا حساب کتاب میشه. قال رب، الله سبحانه و تعالی عزوجل میفرماید انظروا هل لعبدی من تطوع، آیا بندم نمازهای نفل سنت خوانده است؟ فیکمل بها من تقص من فریضته، میگه که اگر ببینید نمازهای سنت و نفل خوانده است، از اونها بگیرید این نواقصی که در نمازهای فرضش بوده اینها رو تکمیل بکنید. یا اصلا یک نفر آمده تون نماز خوانده، اون که پیش الله سبحانه و تعالی حساب نمیشه. تو فرض تو ادا کردی، اما برای الله سبحانه و تعالی طرف آمد نماز خواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن دوباره بخوان، دوباره خوان، گفتن دوباره بخوان، دوباره خوان، گفتن دوباره بخوان. هر خاصه یا رسول چیکار کنم؟ گفتن حق رکوع و سجده و هر به اصطلاح رکری از نماز رو درست ادا بکن. بعضیا مثل مرغ که دانه میزنه نماز میخونه، اینا که حساب نمیشه براشون. بعد از اون که این نمازش که حساب و کتابش که تمام شد، بقیه اعمالش حساب و کتاب میشه با او. به خاطر همین خواندن نمازهای سنت خیلی مهم هست و انسان نباید که اونها رو ترک بکنه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود، همه تان رو به پروردگار متعال میسپارم. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نداء